بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم. حالتون چطوره؟ انشالله که خوب و صحیح و سلامت باشید و در سایه الطاف ایزد منان هر روزتون بهتر از دیروز باشه، چه در دین و چه در دنیا. الله را سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگر هم این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا میزبان و میهمان و خدمتگزار شما عزیزان و اساتید برنامه باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. خوشحالم از اینکه بار دیگر حضرت مولانا مجیب رحمان انصاری عزیز هم در داخل استودیو همراه ما هستند به همراه جناب دکتر. من در همین ابتدا مقدمه رو طولانی نمی کنم و از طرف شما و به نمایندگی از شما و همچنین از طرف خودم، بچهای کنترل و دوستان دیگر کانال، خدمت حضرت مولانا عرض سلام دارم و ادب و احترام. حضرت مولانا خوش آمدید. تشکر. من هم خدمت جناب استاد بزرگوار استاد سلیمانی عزیز و جناب استاد بزرگوار دکتر عمر حفظه الله و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، ما در برنامه گذشته اگر همراهی کرده باشید برنامه خودتون رو، ما در بررسی زبان خوبان، یعنی به تعبیر ساده ترش صفات خوبی که زبان به اونها مزین میشه و با اونها اجر و مقام و ارزش پیدا میکنه، صحبت میکردیم درباره موضوع امر به معروف و نهی از منکر. امر کردن و تشویق کردن به خوبی ها و منع کردن و بازداشتن از بدی ها. خوبی هر آن چیزی است که کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم خوب معرفی میکنن و بد و منکر هر آن چیزی است که در کتاب و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بد معرفی شده. برای اینکه خلاصه ای از این بحث رو از آنچه که در موضوع امر معروف و نهی از منکر در برنامه گذشته مطرح شد، احیانا شاید عزیزانی همراه نبودن با ما، به خاطر اینکه عزیزان هم در جریان قرار بگیرن و به خاطر اینکه یک تکراری هم شده باشه برای خوبانی که با ما همراه بودن در برنامه گذشته، با جناب دکتر مبحث رو آغاز میکنیم. جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم به نمایندگی از جناب مولانا و بینندگان عزیز خدمت شما. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و خدمت جناب حضرت مولانا و تمامی بینندگان عزیز و شبکه جهانی وصال حق، و از اینکه فرصت دادید تا بار دیگر با شما و با بینندگان همراه باشم کمال سپاس و تشکر رو دارم و از خداوند منان هم آرزو و دعای قبولی طاعت و عبادت برای همه شما عزیزان و به خصوص که از شایعات به من رسید که جناب حضرت سلیمانی و جناب حضرت مولانا سفری به عمره و زیارت خانه خدا داشتند که انشاءالله در دعاشون ما رو و بینندگان رو هم فراموش نکرده بودند. همیشه ما دعاگوی شما و بینندگان عزیز بودیم و هستیم جناب دکتر، و انشاءالله که فرصتی بشه و همه ما و شما با هم یک سفر دیگه با هم داشته باشیم انشاءالله به جوار بیت الله الحرام و زیارت کعبه مشرفه، و همچنین تقاضامندیم و رجامندیم از الله متعال برای همه عزیزان بیننده‌ای که قلبشون میتپه برای حرمین شریفین که الله متعال زیارت این مکان مقدس رو بارها و بارها نصیب به همون عزیزان بکنه. جناب دکتر اگر اجازه بدید خلاصه‌ای داشته باشیم درباره آنچه در برنامه گذشته مطرح شد تا بتونیم که انشالله بهتر و با اشرافی کاملتر موضوع رو در این برنامه ادامه بدیم. شما و خلاصه آنچه گذشت. در جلسه پیش ما روی مبحث امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن کریم و شیوه مطرح کردن این موضوع در کلام الله مجید و
سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با هم مسائلی رو مطرح کردیم و گفتیم که قرآن کریم ویژگی و هویت این امت رو در امر به معروف و نهی از منکر معرفی میکنه. قضیه عبادی، قضیه اعتقادات، این مسائلی به اصطلاح ایمان مسائلی بود که در همه امتها وجود داشت، اما یه ویژگی فعلی و عملی که این امت در سایر امتها داره همینه که خداوند متعال فرمودن کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتیان بودید که برای بشریت انتخاب شدید. ویژگی شما چی هست؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، که در کنار ایمان به خداوند شما امر به معروف و نهی از منکر میکنید. و در این آیه زیبا اینجاست که امر به معروف و نهی از منکر رو بر ایمان به خدا تقدم داده. در طرح به اصطلاح این ویژگی امر به معروف و نهی از منکر رو قبل از ایمان به خداوند ذکر کرده و اینه که تار و پود هویت جامعه اسلامی بر مبنای دعوت به خوبی ها و بازداشتن از زشتی هاست. چی این در سطح فرد باشه که خداوند متعال پیامبرش و مؤمنان رو امر کرد که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که خوبی کن و از بدی ها دوری دار و از افراد بد هم خودتو دور کن. و در سطح برای خانواده هم همینطور پله پله از فرد به خانواده یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خودتون و خانوادهتون رو از آتش جهنم و از اون چیزی که باعث میشه انسانها به جهنم برن بازدار. پله بعدی جامعه هست و در جامعه هم و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین و مؤمنات برخی اولیاء برخی دیگه هستند. چی کار میکنن؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به خوبی ها هم دیگر رو دعوت میکنن، توصیه میکنن، سفارش میکنن و از بدی ها و زشتی ها باز میدارن. در سطح یک جامعه، در سطح کلان یک جامعه، در سطح یک حکومت هم مؤمنان همین ویژگی رو باید ثابت در خودشون داشته باشن، چرا که این هویت ایمانیشون هست. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اونهایی که وقتی که یک قدرتی رو به دست اونها میدیم، توان حکومتداری رو به اونها میدیم، اونها امر میکنند به معروف و نهی میکنند از منکر. و تشویق عملی خداوند متعال برای همه مؤمنان بود که تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در خوبی ها با هم دیگه همگام باشید، هم دست باشید و هم یار، و در بدی ها و زشتی ها با هم دیگه همکاری نکنید. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این مفاهیم عملی رو به شیوه دستورالعمل های زندگی برای ما مشخص کردند و یک قاعده و یک اصول اساس کلی برای دعوتیات، برای شیوه برخورد گذاشتند که آقا من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، هر کسی از شما یک منکر و زشتی و بدی و پلیدی رو در جامعه در جایی دید، این رو با دست خودش عملاً یک واکنش نشون میده و این رو به اصطلاح تغییر بده. اگر توانمندی این رو نداشت، اون وقت حداقل با زبانش نصیحت کنه، گوشزد کنه و از این مورد جامعه رو پاک بسازه. اما اگر حتی این توانمندی رو نداشت، نمیتونست با زبانش این کار رو بکنه، حداقل این که تو قلبش از این مورد بسیار بسیار ناراحت بشه و درد داشته باشه تو قلبش، چرا که قضیه امر به معروف و نهی از منکر یک قیومیت و یک مسئولیت رو در ذهن و در فکر هر مؤمنی تجلی میکنه که مؤمن باید بدونه که آقا من در مقابل این جامعه و در مقابل خودم و در مقابل بشریت من یه دیوار یا یه سنگی نیستم، من در قلب تپنده هستم و مسئولیت دارم و باید در فکر دیگران باشم که اگر خدایی نکرده چنین نکنم، اینه که دیگه اصلا وجود من و اصلا بی مفهوم و بی معنا میشه. اونجا وقتیه که حتی اگر داد بزنم دیگه گوش شنوایی نخواهد بود، چرا که خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که والذی نفسی بیده لتأمرن بالمعروف و تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه
ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. قسم به اون ذاتی که نفس من، جان من در اختیار اوست، که ای مؤمنان شما یا امر به معروف و نهی از منکر میکنید، یا اینی که خداوند متعال بر شما عذاب و دردی رو میاره که بعد از اون شما دعا میکنید، دعاتون هم قبول نمیشه، چرا که اونجا دیگه شما اون هویت و اساس خودتون رو از دست دادید. میایید دعا میکنید انگار که شما وجود دارید و اینجاست که دعایشون هم قبول نمیشه. و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اصطلاح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جامعه مدنی رو یک مسئولیت هایی میده که مسئولیت های جامعه مدنی در ساختار بیشتر از مسئولیت های یک نظام یا یک دولت هست. نظام میتونه منحرف باشه اما نباید جامعه اسلامی منحرف بشه. اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما من قوم یعمل فیهم المعاصی هم اعز و اکثر ممن یعمله ثم لم یغیروه الا عمهم الله تعالی بعقاب منه. هیچ قوم و ملتی نیستند که اونها در بین اونها یک زشتی ها و پلیدی هایی صورت میگیره، در حالی که معظم جامعه اسلامی از این زشتی ها و پلیدی ها به دور هست. همین دقیقاً در همه جوامع اسلامی و در همه جوامع اینطوری هست که زشتی هایی وجود داره، اما اون کسانی که این زشتی ها و این منکرات رو مرتکب میشن اونها به مراتب از عموم جامعه کمتر هستند. در اینجاست که عموم جامعه باید با اهرم اکثریت خودش در پی تلاش برای ساختار اینها باشه. اگر چنین نکرد، خدای نکرده مورد بازخواست و عذاب الهی قرار میگیره. و دیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اهتمامی که به این به اصطلاح واجب و فریضه داشتن اینی بود که حتی وقتی که از مؤمنان بیعت میگرفتن بر هجرت، در جهاد در راه خدا، بر ایمان، این قضیه امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکردن که این رو ما بارها از زبان صحابه میشنویم که میفرمودند که ما بیعت کردیم با رسول خدا صلی الله علیه وسلم بر اقامه نماز، بر زکات و نصح لکل مسلم، و اینی که نصیحت کنیم هر مؤمنی رو و دلسوز هر مؤمنی باشیم. و این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معنای دین معرفی کردند وقتی که فرمودند که الدین و النصیحه، که تمامی دین نصیحت کردن و دلسوز بودن برای دیگران هست. این تقریبا چکیده اون چیزی بود که در جلسه پیش با هم داشتیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید ما برگردیم داخل استودیو، در خدمت جناب مولانا هم باشیم و صحبت رو با ایشون هم آغاز بکنیم. جناب مولانا، جناب دکتر به نکاتی از اهمیت موضوع امر معروف و نهی از منکر که در برنامه گذشته مطرح شده اشاره فرمودن و در لابلای سخن هم میشد به برخی از اهداف این فریضه مهم الهی پی برد. من دوست دارم که بیشتر درباره اهداف صحبت بکنیم. ما وقتی این فریضه انقدر مهم هست و انقدر اهمیت داده شده، چه اهدافی رو ما مسلمان ها دنبال میکنیم در امر معروف و نهی از منکر که بتونه این اهداف، حالا شناخت این اهداف یقینا به ما کمک خواهد کرد که ما بدونیم که چگونه این فریضه رو انجام بدیم، چون که هدف برای ما مشخص است. از اهداف امر معروف و نهی از منکر بگیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. در حقیقت هر موضوعی که وقتی مطرح میشه، اگر انسان اهداف او موضوع، اهداف او برنامه نفهمه و ندانه، در حقیقت یک تلاش بی نتیجه کرده. در تمام عرصه ها که انسان قدم میگذاره باید که هدف از او قدم گذاشتن رو بفهمه و بدانه. وقتی که حرف میزنه، وقتی که جای روان میشه، حتی دنبال تجارت روان میشه، دنبال علم روان میشه، دنبال مسائل دنیوی و اخروی، اهداف وقتی که مشخص بشه، خود اهداف انگیزه تحرک برای رسیدن به اون مطلوبه.
پیرامون اهداف امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروفی که میگیم یک فریضه الهی هست یا یک وجیبه اسلامی هست، اگر به طور خلاصه و فشرده من چند نکته اشاره میکنم. اول هدف اصلی و اساسی اصلاح امت و جامعه بشری هست. شما ببینیم انبیاء علیهم السلام که بیش از 124 یا 100,000 پیامبر هستن کم و بیش، هدف اصلی انبیاء علیهم السلام دعوت بود. یعنی برنامه اصلی وقتی بعثت انبیاء علیهم السلام ما نگاه کنیم به خاطر اصلاح امت و به خاطر اصلاح جامعه بشری بود. پس هدف اصلی و اساسی امر به معروف و نهی از منکر اینه که جامعه اصلاح بشه و امت اصلاح بشه و اینا همه به طرف الله سبحانه و تعالی سوق داده بشن. و انبیاء علیهم السلام آمدن تا بندگان الله سبحانه و تعالی با الله سبحانه و تعالی آشنا کنن و انسان ها به وسیله انبیاء علیهم السلام معرفت به ذات اقدس الهی حاصل نمایند. این چگونه میشه؟ این به وسیله همان دعوت انبیاء که بعد از انبیاء علیهم السلام، یعنی بعد از نبی کریم صلی الله علیه و سلم دیگه پیامبری نمیآید که آیه قرآن اشاره میکنه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که دیگه پیامبری نمیآید، پس این امت و این جامعه کی اصلاح باید کرد؟ العلماء ورثه الانبیاء. همین داعیان الی الله هستند که این وظیفه و این وجیبه اسلامی در پیش دارن و تلاش میکنن تا اینکه امت اصلاح کنن و جامعه اصلاح. پس یکی از اهداف امر به معروف و نهی از منکر اصلاح جامعه بشری هست. کل جامعه، نه تنها فقط مسلمان ها، یعنی کل انسانیت. کل انسانیت. اما وظیفه از کی هست؟ وظیفه از مسلمان هاست، چون کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون. وظیفه چون حال ما و شما چون در دنیا شاید که اهل کتاب هم اونها هم بگم ما هم امر به معروف میکنیم نهی از منکر میکنیم، ما هم دعوت به سوی خدا میکنیم و الی آخره، پس این وظیفه ما هم هست. نه، این وظیفه امت اسلامی هست، وظیفه امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و علمای امت و همچنین داعیان الی الله هست. کسی باید این کار بکنه که خودش اصلاح شده باشه، حداقل خفته را خفته کی کند بیدار. تاکید در این راستا به راستی هم که وقتی خود شخص اصلاح نباشه و خود شخص او نیرو و انرژی نداشته باشه، چگونه اگر این لامپ روشنی نداشته باشه اطراف خود روشن کرده نمیتونه. زمانی این اطراف خود روشن میکنه که خود از خود یک روشنایی کامل داشته باشه. بنابراین روشنایی هم که به دست علمای امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول معظم اسلام میفرمایند که ما در بین امت چیزی گذاشتم که لیلها که نهارها، شب او مثل روز روشن هست. دوم حفظ دینه. وقتی که ما بس از دین داریم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، وقتی دین اسلام با این عظمت و این بزرگی که الله در آیه دیگر میفرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، این عظمت و این جایگاهی که الله سبحانه و تعالی به دین اسلام داده، حفظ این دین و حفظ ارزش های اسلامی به وسیله همین امر به معروف و نهی از منکر هست. علما در هر قرن آمدن، علمای بزرگ، علمای ربانی، حالان که چقدر ارزش داشتن، ارزش اونها وقتی نگاه کنیم که به خاطر حفظ دین و به خاطر دعوت و خاطر امر به معروف و نهی از منکر اگر به زندان افتادن، اگر شکنجه شدن، اگر بالاخره حتی جان را بر طبق اخلاص گذاشتن، به خاطر دعوت، هدف و اساسی این دعوت چی بوده؟ حفظ دین و ارزش های احکامات اسلامی هست. پس امر به معروفه که دین اسلام پابرجاه نگاه می‌داره. امر به معروف و نهی از منکر که احکامات اسلامی و تطبیق احکامات اسلامی در بین امت اسلامی در حال جریان و در حال روشنایی داره. پس جناب ما نمیتونیم برداشت بکنیم که این وظیفه مهم، یعنی حفظ دین، نشر دین، پخش دین رو الله تعالی
بر عهده دعوتکاران گذاشته و اینها وسیله شدن برای حفظ دین، سببی شدن برای حفظ دین و این افتخار فقط نصیب این عده میشه، کسانی که به امر معروف و نهی از منکر مشغولن. ببینیم آیات قرآن عظیم الشان وقتی که اشاره میکنه که انما یخشى الله من عباده العلماء، توصیف علما به خاطر چی هست؟ اگر تنها مسئله خواندن و نوشتن و مسئله دانستن باشه که این قضیه آیات بعدی به صراحت بیان میکنه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. چرا قرآن عظیم الشان اینقدر سخت صحبت میکنه نسبت به داعیان اهل کتاب؟ به خاطر که علم خوب داشتن، کتاب بالاخره خوب میدانستن، اما این که وظیفه اصلی که رساندن به امت اسلامی یا رساندن به شریعت بود این کار نکردن، در میدان عمل نیامدن. پس وقتی که قرآن عظیم الشان و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعریف علما داره، تعریف داعیان الی الله داره، ببینیم چقدر مهمه که قرآن میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقتی خداوند درجات رو بالا میبره به خاطر همین امر معروف و نهی از منکر. وقتی قرآن میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقتی خلاصه این که رسول الله میفرمایند العلماء ورثة الانبیاء، علمایان که میراث بر انبیایان، انبیا چی چیز به جا گذاشتن؟ درهم و دینار به جا نگذاشتن، فقط همین که پیام الهی برای بندگان الله سبحانه و تعالی برسانن. سوم رسیدن به مقام بهتری هست. خیلی از انسان‌ها به همین افتخار میکنه که ما چون از امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین امتم، اما لحظه باید که این نگاه کنه که آیا او شرایط و او ویژگی های یک بهترین امت در وجودش هست یا نیست. این که قرآن عظیم الشان میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بیرون کرده شدین بهترین امت. به خاطر چی؟ بهترین امت‌های گذشته از لحاظ سرمایه خیلی سرمایه‌دارتر بودن، از لحاظ بالاخره قدرت و جایگاه خیلی بالاتر داشتن، اما این امت ملقب میشه به بهترین امت. این هدف از امر معروف و نهی از منکر همینه که انسان به درجه بهترین بودن برسه. وقتی انسان امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه به درجه میرسه که الله سبحانه و تعالی میگه تو بهترینی، نمیگه این بهتره، میگه بهترترین امتها قرار گرفتن. پس بناهن خود بهتر بودن در حالتی که ویژگی های زیادی، زیبایی های زیادی در اسلام هست، حتی نماز چقدر ارزش داره، جایگاه داره که فرق بین کفر و اسلام نماز بیان شده، روزه چقدر ارزش داره که سفر مؤمن گفته شده، و همچنین حج سبحان الله چی جایگاه عظیمی داره. همه مسائل و همه ابعاد رو که نگاه کنیم، اما بهترین بودن در چی حاصل میشه؟ در مسئله امر به معروف و نهی از منکر هست. پس کسی که میخواد یکی از اهداف داعیان الی الله، از اهداف کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، تا دست پیدا کنن به این مقام بهترین بودن. هر شاگردی در مدرسه تلاش میکنه نمره بهترتری بگیره. کامیابی نمره خوبیه، اما نمره خوبتر و درجه بالاتر اینه که نمره کاملتری بگیره. حالا انسان ها امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه فضیلت دارن، همه نسبت به امم گذشته جایگاه دارن، اما یک انسانی که نماز میخوانه، قرآن میخوانه، زکات میده، حج میره، ولی امر معروف و نهی از منکر نمیکنه، با یک انسانی که خلاصه نمازم میخوانه، قرآنم میخوانه، در کنار از این ویژگی داره که امر معروف و نهی از منکر میکنه، این رفته بالاتر و مستوای بالاتر قرار گرفته. پس هدف از امر معروف و نهی از منکر اینه که انسان به یک مقام بالا، به یک مقام والا، به یک مقام شایسته که او مقام بهترین بودن دست پیدا میکنه. مسئله چهارم، هر انسانی در تلاشه که کامیاب بشه، رستگار بشه، موفق بشه، پیروز بشه. اگر انسان در یک مدرسه درس میخوانه، مدیر مدرسه، استاد مدرسه مژده بده برای انسان که فلانی تو کامیاب شدی، تو رستگار شدی، تو پیروز شدی، تو جایگاه خوبی پیدا کردی، چقدر این انسان خوشحال میشه، چقدر مسرور میشه. اما الله سبحانه و تعالی که از فوق آسمان ها، خالق ما، رب ما، کسی که صاحب عرش و فرشه که همه از اونه، ان الله علی کل شیء قدیر، الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که
رستگاری و کامیابی از آن کینه، از آن او کسی که امر معروف و نهی از منکر داره. اشاره میکنه که ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. از بین شما امتی، گروهی، یک اشخاصی ان بالاخره که اونها دعوت به سوی خیر میکنن، سوی امر معروف و نهی از منکر دارن، سوی امر معروف امر میکنن، کارهای شایسته و اینها وقتی منکر میبینن منع میکنن. الله سبحانه و تعالی بیان میکنه نتیجه و هدف از این کار چیه؟ اولئک هم المفلحون. این گروه رستگارانن، این گروه کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی اینها رو مژده داده به رستگاری، به کامیابی. پس این مژده واقعا چی مژده زیباییه، این وعده چی وعده زیباییه که الله سبحانه و تعالی بگه که کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، کسانی که دعوت به خیر میکنن، اولئک این گروه هم المفلحون، اینها در حقیقت رستگارن. پس هدف چهارم رسیدن به رستگاری و به کامیابی و به اینها هست. پنجم که واقعا وقتی که سبحان الله از اصلاح جامعه گفتیم، حفظ دین گفتیم، رسیدن به مقام بهترین بودن گفتیم، رسیدن به رستگاری، پنجم هدفی که فوق همه اهدافه، یعنی هدف هر مسلمانی که مدت 20 سال 30 سال 50 سال کمتر یا بیشتر 100 سال عمر کنه، هدف و همی هدفه هر مسلمانی و جستجوی همینه که او چیه؟ به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه اشاره میکنه که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. آخر آیه میاره که و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، اینها اشخاصی هستند که الله سبحانه و تعالی که اینا رو دوست داره، الله سبحانه و تعالی بهشت برای از اینا آماده کرده، مسکنهای زیبا و طیبه آماده کرده. ادامه فرمود و رضوان من الله اکبر. الله سبحانه و تعالی از اینها راضیه و بزرگترین هدف هر مسلمان هم رضایت الله سبحانه و تعالی که ادامه آیه میفرماید و ذلک هو الفوز العظیم. وقتی که الله سبحانه و تعالی از انسان راضی شد، انسان سعادتمند دنیا و آخرت میشه. از این نعمت عظیمتر و بزرگتر و از این نعمتی که الله سبحانه و تعالی به خاطر این وظیفه و ایرم نباید که دوستا و عزیزا به دست کم بردارن که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بسیار وظیفه سختیه. حتی بعضی وقت شاید به خاطر یک امر به معروف و نهی از منکر انسان دشنام بشنوه، انسان مورد لطکوب قرار بگیره، مورد استهزاء قرار بگیره، مورد بالاخره حرفای پایین و بالا قرار بگیره، حتی مورد ضرب و شتم قرار بگیره، حتی سبب بشه که از دنیا بره. به خاطر همین دعوت انبیاء علیهم السلام، صحابه، بزرگان اینها. پس وقتی که هر مشکلاتی که سر راه داعی الله بیایه، یادی از این هدف بیایه که این چگونه نتیجه داره و رضوان من الله اکبر، رضایت الله سبحانه و تعالی. واقعا جناب مولانا میارزه، یعنی هر چقدر مشکلات داشته باشه، سختی داشته باشه این مسیر، وقتی که آدم به این هدفی که شما اشاره فرمودید نگاه بیندازه. جناب استاد سلیمانی عزیز، اگر انسان حتی در دنیا یک عشق مجازی داشته باشه، سفره دل هست باشه که یک اشاره بکنیم، اگر یک سال در این باب صحبت کردیم، نزدیک کنیم سال، نزدیک 60 قسمت اگر عشق مجازی داشته باشه و انسان در حقیقت با یک شخص معشوق باشه، عاشق باشه، معشوق و عاشق و بالاخره اینا وقتی که بله کنار همدیگر قرار بگیرن و معشوقش یک درخواست داشته باشه، او شخص با چی سرعتی، با چی عجله این کار رو خواهد کرد. حتی اگر به مقابل معشوق زجر بکشه، لد بخوره، تهدید بشه و مشکلات گوناگونی سر از او بیایه، باز هم یاد از میایه که معشوق این نظاره میکنه، معشوق در کنار از او باشه دیگه. او چقدر لذت میبره، چون هر چی حرف بشنوه، ضرب و شتم و اینها، یک نگاهی که طرف معشوق میکنه کلا برای از راحت بس اون نگاه حالش بس. یعنی لیس کمثل شیء و هو السمیع. الله سبحانه و تعالی ولله المثل الاعلی. ولی بازم مثالی که واضح بشه، هر شخصی که امر معروف نهی از منکر میکنه، در لحظه ای که
میفهمه که این فرمان اللهه و الله هم در این لحظه مر نظاره میکنه که ما به خاطر دعوت به سوی او لط میخورم، حرف میشنوم، دشنام میشنوم، زندان میرم، حتی مورد ضرب و شتم و حتی به سرحد قتل برسه. همون لحظه یک نگاه طرف آسمان که الله سبحانه و تعالی در این لحظه مر نظاره میکنه و ما به خاطر الله تهدید میشم. الله اکبر. کل همه خستگی ها خیلی زیباست این احساس. بنابراین شما ببینیم که صحابه همه احساس رو داشتن. صحابه مثلا من میخواستم مثال خبیب بر بدم، شما مثال بلال رو دادیم. بلال به چی حالت قرار میگیره؟ سبحان الله، تمام رنج ها، زحمت ها، مشکلات، مشقت ها و خیلی هم جالبه که دشمن بزرگ الله سبحانه و تعالی که امیه بن خلف به زانو در میاره، بخاطر مجبور شد بفروشتش. حتی قبل از فروش خیلی جالبه که در تاریخ و در روایات میاره، میگه که فقط به زبان بگو، در دل خود هر چی میخوای احد بگو. بلال آماده نیه که فقط یک مرتبه هم به زبان نام لات و عزا و اینها رو بگیره، فقط میگه احد. این لذت رو به بلال کی داده بود و چی داده بود؟ همین بود که برای بلال ثابت شده بود که الله او نظاره میکنه. الله گفته در این راه و رضوان من الله اکبر. الله گفته ذالک هو الفوز العظیم. این احساس در وجود بلال زنده شده بود که برای بلال زیر سنگ و زیر شکنجه و زیر خاک و زیر آتش و زیر بالاخره همه اینها، چون خود را در زیر نظاره الله قرار داده بود، همه شکنجه ها برای از اون لذت بخش بود. همچنین جریان مثلا حضرت خبیب که وقتی که به دار می آویزن خیلی جالبه. ابو سفیان میایه میگه که آیا دوست نداشتی، که هنوز ابو سفیان مسلمان نشده بود، میگه آیا دوست نداشتی در کنار زن و بچه و قرار با عیش و نوش و راحت می نشستی، در جای تو محمد صلی الله علیه و سلم محمد به دار آویخته میشد؟ سبحان الله. خبیب یک جمله میگه فلست ابالی حین اقتل مسلم. میگه هیچ باکی من ندارم که در این لازم فقط همین که از دنیا مسلمان میرم، همین که مسلمان میرم دیگه بریم زیر دار و شکنجه و کشتن و تهدید و اینها. این احساس برای خبیب چی داده؟ ای چون هدف از امو دعوته، هدف از امر معروف و نهی از منکر فهمیده بود و او الله سبحانه و تعالی چنان هر لحظه، همونطوری که در حدیث آمده که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. در حقیقت اونها به او حالتی رسیده بودن که خدا را میدیدن، قدرت خدا را، او عظمت خدا و بزرگی الله سبحانه و تعالی. بنابراین همه این مسائل وقتی که انسان بفهمه که هدف از این امر معروف و نهی از منکر چیه، او هیچ وقت امروز در بین جامعه ما متاسفانه که بعضی امر معروف و نهی از منکر نمیکنیم، نمیگم که نمیکنن، تنها نمیشه که بیننده ها را دم مخاطب کنه. ما امر معروف و نهی از منکر نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که شاید آبرو ما بره، شاید بالاخره از موقف ما چیزی کم بشه، از معاش مالی ما چیزی کم بشه و بالاخره موقف اجتماعی ما کم بشه. در این حالت ها همه ما به این، اما اگر ما اصل و اساس هدف امر معروف و نهی از منکر یک انسان مسلمان بفهمه و بدانه که در ازی رضایت الله سبحانه و تعالی به دست میآید، هیچ وقت و یک ساعت و یک ثانیه هم در این راستا دریغ نمیکنه. من بیاد یک قصه افتادم جناب حضرت سلیمانی سے بزرگوار. یک وقت یکی از جوانها خب زیاد به دین و به اسلام و به اینها مسلمان بود ولی علاقه کمتر داشت. حتی خیلی جالب بود که بیش از 30 سال سن از این برادر بود که الله سبحانه و تعالی او و خانواده از او حفظ کنه که بعدها بسیار انسان شایسته و نیکی. قسم میکرد که خب قبل از تا به 30 سال حتی نماز شاید نخوانده بود و بالاخره بسیار میگفت که غافل بودیم. خب الحمدلله از برکت دعوت و ارشاد و اینها آمد روزی در مدرسه و بالاخره بسیار از جوانهای مخلص و متدین شد. یک روز پیرامون امر معروف و نهی از منکر و فضائل و اینها با هم صحبت میکردیم. خب این شروع کردید به خوانه خب که باید فامیل هم امر معروف داشته باشه، نهی از منکر داشته باشه، هر کدام باید بالاخره در این راستا.
یک طفل 3 ساله داشت، یک روز قصه کرد، گفت که از بس ما و خانم با هم دیگر بحث امر معروف و نهی از منکر میگفتیم و برای خانم هم میگفتم تو هم باید امر معروف و نهی از منکر داشته باشی، ما هم داشته باشم، اگر تو با زنها روبرو میشی باید امر معروف و نهی از منکر، اگر ما با مردها. خب عادت در بحث زیاد شده بود. همراه همین طفل 3 ساله ما جای از دوستا دعوت بودیم. گفت جای دعوت بودیم، نشستیم همه زن و مرد و بالاخره در خانه اقوام و خویشاوندان، خواهر و برادر و اینها. گفت دیدم هم یه به اصطلاح ما که بالشت میگیم یا بالاخره این همین طفل 3 ساله کش میکنه بسیار چی آورد در یک کنار خانه، این زیر پا گذاشت. گفتم که بابا میخوای چیکار کنی؟ 3 ساله گفت نه بگم اومده. گفت مایم امر معروف کنم. گفتم امر معروف چیه؟ گفت یک عکس به دیوار خانه، یک عکس زن زده بود، بسیار عکس مبتذل. گفت همون میکنم که این امر معروف شه. گفتم ماشاءالله. خب طفل نمیفهمه که این نهی از منکر یا امر معروف. آخر این طفل به گریه شد که بعد این عکس ما از بین ببرم. این طفلیه که در خانه فامیلی زندگی میکنه که در او فامیل همیشه بحث امر معروف و نهی از منکره. بنابراین وقتی در خانه ما، در زندگی ما، در برنامه های ما مسائل امر معروف و نهی از منکر باشه، یقینا اولاد بزرگ میشه که او اولاد فردا به این درجه میرسه که الله سبحانه و تعالی از او راضیه. او پدر و مادر صاحب چنین طفل میشن که واقعا یکی از او باقیات الصالحاتی که در روایات و اینها آمده. و هم اگر اجازه بدید ما جناب دکتر رو هم با خودمون شریک داشته باشیم در این اهداف، ان شاء الله باز برمیگردیم خدمت شما میرسیم. جناب دکتر، حضرت مولانا به برخی از اهداف اشاره فرمودن. من دوست دارم که شما هم در این باب صحبتی داشته باشید و مخصوصا درباره جایگاه امر معروف و نهی از منکر در میان مسلمانان و اهداف و ثمرات و فوایدی که برای ما داره امر معروف و نهی از منکر. در حقیقت در جامعه اسلامی تربیتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک فرد مؤمن رو بر اون گوشزد میکنه و تربیت میکنه، حکایت این است که یک شخصیت مسلمون باید شعور به مسئولیت یا درجه شعور به مسئولیتش خیلی بالا باشه. ما یعنی یک فرد بی مسئولیت، یک فرد به اصطلاح بی هویت در جامعه نداریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه شما مسئولیت دارید در مقابل اون کسی که شما زیر دست شماست، شما به اصطلاح بالا سر اون هستید. مسئول کشور، مسئول به اصطلاح رهبر و مسئولین اداری مسئول زیر دستای خودشون هستند. مدیر یک اداره مسئول زیر دستای خودش هست. پدر مسئول خانواده است. مادر مسئولیت داره. خواهر و برادرای بزرگتر مسئولیت دارند. جامعه اسلامی یک جامعه کندوار هست. یک جامعه است که همیشه افراد در اون در تلاش هستند، در ساختن هستند، در فعالیت هستند. و اینه که وقتی هم نگاه میکنیم که نمونه‌های بارز این جامعه و نمونه‌های بارزی که خداوند متعال اونها رو الگو قرار داده برای مؤمنان، پیامبران هستند. وقتی که به وظایف پیامبران نگاه میکنیم، امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین وظایف و برنامه‌های اونهاست. اگه ما با هم همراه بشیم و با مهاجرانی که به حبشه رفته بودند همراه بشیم و بریم پیش اونها و بشینیم که نجاشی وقتی ازشون پرسید که آقا این پیامبر شما، این دین شما چی هست، جعفر ابن ابی طالب وقتی که صفات پیامبر رو معرفی کرد که از بین ما خداوند منان کسی رو انتخاب کرد که ما رو به نماز و به روزه و به بعضی عبادت ها اینا که بهشون اشاره کرد و در این حال گفت که یأمرنا بالمعروف و ینهانا عن المنکر. از جمله کارهایی که این پیامبر میکنه اینه که ما رو به خوبی ها دعوت میکنه و از بدی ها در حذر میداره. درست همون توصیفی که ما از پیامبر عظیم الشأنمون در قرآن کریم داریم که الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. این ویژگی که قرآن کریم برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه و این ویژگی تباعتاً برمیگرده میاد به وظیفه‌ای که پیامبر مطرح میکنه. خب خانه‌ها
برمیگرده و بر عهده مؤمنان میشه. مؤمنانی که قرآن کریم در توصیف اونها وقتی که قرآن کریم صفات مؤمنان رو بیان میکنه میفرماید که التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، که این مؤمنان صفتها و ویژگی‌های خیلی خوبی دارن، توبه‌گار هستند، عبادت خدا رو میکنن، حمد و ثنای الهی رو به جا میارن، نمازشون، همه اینا رو. بعد از این ویژگی دیگه ای که هم دارن که ما در جلسه پیش گفتیم که فریضه سادس یا فریضه ششم هم میشه اون رو بعد از نماز و زکات و شهادت و حج و اینا قرار داد، میشه به اصطلاح این ویژگی رو برای مؤمنان هم در اسلام براشون مطرح کرده که مؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، همشون با هم به اصطلاح یک جامعه و یک تن هستن و یک بنیان و یک کیانی رو تشکیل میدن، همونجور که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. و این کیان و این جامعه و این همبستگی امکان نداره به وجود بیاد مگر با این ویژگی که قرآن کریم در برای اونها ذکر میکنه که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که همدیگر رو به خوبی ها تشویق میکنن و دعوت میکنن و امر میکنن و از بدی ها و زشتی ها نجات میدن. این ویژگی هست که این امت رو برتر میکنه و فضیلت میده بر تمامی امتهای دیگر که همون به اصطلاح هویت امت هست که خداوند متعال اون رو بیان داشت که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امتی هستید که برای بشریت برگزیده شدید و انتخاب شدید و ویژگی شما این هست که شما امر به معروف و نهی از منکر میکنید. پس راز برتر بودن این امت هم در همین ویژگی هست و این ویژگی خب نزد خداوند متعال بسیار با ارزش هست و باعث میشه که خداوند منان تشویقی که برای مؤمنان گذاشته اینه که همین ویژگی باعث میشه که به اصطلاح انسان گناهانش آمرزه بشه، چون که یکی از خوبی هاست، یکی از صدقات هست، یکی از عبادت هایی هست که خداوند متعال میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو به اصطلاح پاک میکنن در صحیفه اعمال افراد. وقتی که بدی هایی هست این بدی رو شما با خوبی باید پاک کنی، در کنار توبه باید کارهای دیگه هم بکنی و قرآن کریم هم در سوره نساء آیه 114 اشاره میکنن لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، که امر به معروف، اصلاح بین الناس، به اصطلاح این یکی از اعمال عظیم و صفات خوب قرار داده شده و در ادامه آیه داریم و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما، کسی که این کارا رو انجام بده و هدفش هم تنها رضایت خداوند متعال باشه بدون شک اجر و پاداش بسیار بزرگی رو نصیب خودش میکنه. ما در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک قصه بسیار زیبایی داریم، موقف بسیار زیبایی، و اون اینی که برخی از مؤمنان فقیر فقراهای مسلمان ها اومدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، می‌دیدن که برادراشون که خداوند نعمتی بهشون ارزانی داده، مال و ثروتی دارن، در راه خدا انفاق میکنند. عثمان رو ببین که میره یک لشکر و تمام تجهیزات یک لشکر رو به عهده میگیره. عمرو ابن العاص ببین که چطور در راه خدا میده، عبدالرحمن ابن عوف رو ببین که چطور در راه خدا میده. این بنده های خدا گفتن خب ما که نداریم، پس همه بهشت اونو گرفتن، واسه ما چی؟ اومدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، همه این پولدارا همه اجر و پاداش اونو گرفتن، ما چه کار کنیم؟ اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این بنده خدا اشاره کرد که عزیزان من اونجا عبادت های دیگه هم هست، شما اگر مال و ثروت نداری در راه خدا بیدید خب میتونید ذکر خدا بکنید، در هر تکبیری که میکنید، در هر تسبیحی که میکنید، در هر الحمدللهی که میگید، در هر ذکری که میکنید برای شما صدقه هست. و امر به معروف و نهی عن منکر صدقه، که اگر شما امر به معروف هم کنید و نهی از منکر هم کنید این واسه شما صدقه میشه و این باعث میشه که گناهان شما آمرزیده بشه. و امر به معروف و نهی از منکر چون بسیاری از عبادات های دیگه یکی از راه‌های ورودی بهشت هست،
یکی از دروازه های ورودی بهشت همین به اصطلاح واجب هست. در سوره آل عمران آیه 104 وقتی ما میخونیم ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، از شما باید ملتی باشند، گروهی باشند که امر به معروف و نهی از منکر رو به نحو احسن انجام میدن. در ادامه آیه میاد که و اولئک هم المفلحون، اینان که افراد رستگاری هستند و اینان که به هدف رسیدند و اینان که در پیش خداوند متعال ارزش دارند. دقیق همون معنا رو در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم. وقتی که ابوذر غفاری اومد و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که ماذا ینجی العبد من النار، یا رسول خدا چه چیزی باعث میشه که یک بنده از آتش جهنم نجات بده؟ رسول خدا در بیشون توصیه کردند که ایمان به خدا. گفتند خب با ایمان به خدا چی؟ گفتند کسی باشه صدقه بده. خب اگه صدقه نداشت فرمودند که امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه. کسی که اگر این توان رو نداشت، حداقل کسی که نیاز به یک چیزی داره نمیتونه درستش کنه، آقا کمکش کن، درستش کن. کسی که درمونده است کمکش کن. حداقلش این که اذیت و آزار تو به کسی نرسونی. اگر هیچ کاری دیگه نمی‌کنی همین که بدی و اذیت و آزاری به کسی نرسونی. و فرمودند که هر مسلمی، هر مسلمانی که این ویژگی رو در خودش بیاره، یکی از این کارا رو بکنه، این کار خیر دست اون رو در روز قیامت میگیره و اون رو با خودش کشان کشان میبره به اصطلاح به بهشت میرسونه. همه اینها اون دیدگاه یک جامعه اسلامی، یک مسلمون رو نشون میده که چطور یک مسلمون درست، یک انسان فریخته‌ای که خداوند متعال اون رو انتخاب کرده برای اصلاح جامعه و برای اصلاح بشریت، چطور باید از این ویژگی استفاده درستی بکنه و خودش و جامعه بشریت رو به سرمنزل سعادت برسونه. که قرآن کریم در سوره عصر فرمودند والعصر ان الانسان لفی خسر، همه بشریت در خسارت هست و در تباهی و به سوی تباهی میره، مگر اون افرادی که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اونهایی که ایمان آوردند، کارهای شایسته و خوب انجام میدن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، و در حقیقت ها، در خوبی ها یکدیگر رو سفارش میکنند و توصیه میکنند و در به اصطلاح این خوب توصیه کردن این مسیر سختی ها و مشقت ها داره و در این مسیر سختی و مشقتش رو تحمل میکنند و تواصل به صبر یکدیگر رو هم توصیه میکنند که صبر و استقامت داشته باشند. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بدید به همراه جناب مولانا و بینندگان عزیز سری بزنیم به دوستانمون در بخش کنترل و انشالله باز یک میان برنامه رو که دیدیم برمیگردیم انشالله در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود با ادامه موضوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان. ما از استودیو شما رو خارج نکردیم، فقط یک برنامه ضبط شده رو در همین دکور برای شما عزیزان پخش کردیم. صدای بسیار زیبای برادر عزیزمون قاری عبدالله سمرقندی، شیخ عبدالله سمرقندی عزیز، الله تعالی حفظش بکنه. و این بزرگوار از عزیزان پارسی گوی هست و به زبان فارسی تکلم میکنه، باعث افتخار جامعه فارسی زبان. و انشالله که بتونیم در برنامه‌های آینده و آتی اصطلاحات‌های زیبای ایشون بیشتر و بیشتر استفاده بکنیم. برمیگردیم به موضوع خودمون در داخل استودیو و حضرت مولانا. جناب مولانا از اهداف میفرمودید، اگر چیزی باقی دارید در این مورد ما گوش جان می‌سپاریم. پیرامون اهداف امر به معروف و نهی از منکر، اگرچه مسائل زیاد هست، جناب دکتر هم اشارات داشتن، ما نمونتاً یک چند هدف دیگه هم بیان میکنیم که بیشتر و بیشترتر عزیزا متوجه بشن که در پی امر به معروف و نهی از منکر اهداف بزرگ نهفته هست. چون بیاد دوستا بمانه، اشاره کردیم به هدف اول که اصلاح جامعه بشری بود، هدف دوم حفظ الدین و احکامات اسلامی بود و سوم رسیدن به مقام بهتری بودن امت، چهارم رسیدن به رستگاری بزرگ و رستگاری که وعده الله سبحانه تعالی بود و همچنین به دست آوردن رضای الله سبحانه و تعالی. از جمله اهداف امر معروف و نهی از منکر اینه که رسیدن به یک حکومت اسلامی هست که هدف عمده و اساسی این فریضه الهی همینه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ابتدا که اولین آیه نازل شد اقرأ بخوان و آمدن ادای وظیفه و مسئولیت کردن، خدیجه الکبری گفتن و اطرافیان خود دعوت کردن و به خاطر همین که پیام الهی به بندگان الله سبحانه تعالی برسانن مدت 13 سال در مکه کار کردن، آمدن در مدینه منوره و اولین کاری که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم کردن تشکیل حکومت اسلامی دادن
و از داخل مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم نامه ها تحریر می شد و به زعمای کشورها فرستاده می شد و بالاخره و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام دنیا که منتشر شدن، چون از داخل مدینه منوره از زیر یعنی سایه پرچم اسلام رهبری می شدن، در این راستا چیزی که هدف اصلی امر معروف نهی از منکر اینه که ایجاد یک حکومت اسلامی هست. یعنی چی؟ یعنی پیامبر وقتی که به تمام دنیا برسانن و اشخاصی بیاین و این دعوت رو بپذیرن و قبول کنن، در حقیقت اونها در زیر سایه اسلام و پرچم اسلام زندگی میکنن. خود امر به معروف یعنی میشه که به این عبارت بگیم که رسیدن به یک حکومت اسلامی یا یک نظام اسلامی چیه؟ اینه که امر به معروف و نهی از منکر اباحت اسلام رو نشان میده، او عظمت و شوکت اسلام رو نشان میده. یعنی دین مبین اسلام دینیه که ما یک شخص به زور بیاریم مسلمان کنیم. حتی شما کسی سراغ نداریم که مسلمان ها کسی تهدید کرده باشن و بالاخره یا به کسی پول داده باشن، سرمایه داده باشن یا وعده قدرت داده باشن که بیای مسلمان بشه. دین اسلام دینیه که چشم خور باز کن، فکر خور باز کن، اندیشه باز کن، بیا تحقیق کن، مطالعه کن، ببین ارزش ها. هدف امر معروف نهی از منکر همینه که این پیام رو به جهانیان برسانن که دین اسلام چنین دینیه. این کتاب مسلمان ها که قرآن هست و این احادیث که اقوال رهبر مسلمان هاست، سردار مسلمان هاست. پس بناهن هدف از امر معروف نهی از منکر اینه که ما اباحت اسلام، عظمت اسلام، شأن و شوکت اسلام و حقانیت اسلام رو برای دیگرا معرفی کنیم و به دیگرا بیان کنیم. هفتم، خود امر معروف و نهی از منکر یک مسئولیت هست. وقتی الله سبحانه و تعالی دستور داده این مسئولیته. برای ادای مسئولیت چیه؟ بیان حق. هدف اینه که انسان حق رو بیان کنه. هدف اینه که ابلاغ واضح داشته باشه، روشن داشته باشه. و قرآن عظیم الشان هم اشاره میکنه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بیان بکن، ابلاغ بکن. این وظیفه، این مسئولیته. تو نترس، متوجه باش که ادامه آیه میفرمایه که والله یعصمک، الله سبحانه و تعالی تو رو حفظ میکنه. بناهن آیه دیگه اشاره میکنه که و ما علینا یا و ما علیک الا البلاغ و ما علینا الا البلاغ. ای پیامبر وظیفه تو فقط ابلاغه، برسان. به خاطر چی اینقدر تاکید شده؟ چون هدف از ابلاغ، هدف از دعوت، هدف از رساندن ادای مسئولیته. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی پرسان میکنه. وقتی احکام اسلامی دست تو عالم ملا بالاخره یک دعوتگر دادیم، تو رو با فهم قرآن و احادیث آشنا کردیم، تو در قبال این آیات و احادیث، این پیام الهی، چگونه وظیفه و مسئولیت خود انجام دادی؟ در این راستا که یک نکته اشاره میکنم که نباید که جامعه ما بگن که خب این وظیفه علما هست. نه، آیه قرآن و احادیث گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شما ببینیم قرآن میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس. این وظیفه امت هست به اندازه توان و استطاعت که بعداً شرایط داعی و دعوتگر بیان میشه که چگونه هست. رسول معظم اسلام میفرمایند من رأى منکم منکرا، من لفظ عامیه، کسی که در اینجا خاص نشد که عالم باشه، زن باشه، مرد باشه، بالاخره چی باشه. من رأى منکم منکرا، کسی که از شما میبینه منکر باید که منع بکنه. همچنین در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بلغوا عنی ولو آیه، از من برسانید ولو که یک آیه باشه. چگونه؟ یعنی پدر و مادر مسئولیت دارن در قبال فرزندان خود که امر معروف و نهی از منکر کنن. معلم وقتی که سر صنف میره، در کنار ای که درس داره، یک معلم مسلمان باید نسبت به شاگردان امر معروف و نهی از منکر داشته باشه. همچنین بالاخره هر کدام ما مسئولیت، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، هر کدام ما مسئولیت داریم. بناهن بیان حق و ابلاغ واضح و آشکار برای ادای مسئولیت یکی از اهداف امر به معروف و نهی از منکر هست. حالا وقتی که ما میگیم که بیان حق این وظیفه و مسئولیت شخص که برسانه، دیگه هدف چیه؟ هدف هشتم اینه که اقامت الحجه.
و اداء الامانه. حالا این انسان هایی که در دنیا دوچار منکرات هستن، خب اینها شاید یک دلیل می باشه که ما نمیدانیم، ما واقف نیم، بله. ما خبر نداریم. خواهری که بی‌حجابه شاید آگاهی نداشته باشه که بی‌حجابی گناهه، بدحجابی گناهه. یک انسانی شروع میکنه به غیبت و به تهمت و به بهتان و به افترا و به اینها، شاید آگاهی نداشته باشه. اما این وظیفه و مسئولیت رو وقتی ما ادا میکنیم، این چه کار میشه؟ اقامت الحجه میشه. در روز قیامت هر خواهر وقتی که این نداه به گوش از او برسه، یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی یعرفن فلا یؤذین، وقتی این نداه به گوش هر زن مسلمانی برسه که خدا به پیامبر میگه، پیامبر بگو برای زنانم، بالاخره برای دختران خود، برای همسران خود، دختران خود، برای زنهای مؤمنین که حجاب خور بگیرن تا مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. و همچنین وقتی که این پیام برسه به هر مسلمانی که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر، مسئله آداب اجتماعی و اینها که بیان میکنه، مسئله که بالاخره هم دیگر استهزا نکنید و غیبت نکنید، وقتی مسائل رسید برای شخص، اینجا دیگه اتمام حجت میشه. در روز قیامت اگر گفت که یا الله من نمیدانستم که فلان حرکت گناه بوده، فوراً میگن فلان داعی الی الله به تو نگفت، فلان داعی نگفت، فلان عالم نگفت، فلان شخص تو امر به معروف و نهی از منکر نکرد، تو راهنمایی نکرد به کارهای شایسته، تو منع نکرد از این کارهای زشت. اینجا برای از این دلیل نمیمانه. پس یکی از اهدافه. شاید هم خیلی از دوستا در بین جامعه میگن حرف ما شاید تاثیر نداشته باشه، ما چرا بگم، چرا بیان کنم؟ هدف اینه که حرف تاثیر بگذاره یا نگذاره. هدف از امر به معروف و نهی از منکر اینه که وقتی انسان میگه خود شخص از مسئولیت خلاص میشه و به طرف مقابل اتمام حجت میشه. جناب مولانا همین مسئله مطرح هست. بعضی ها به تعبیر قرآنی میگن کلمه تعیذون قوما الله مهلکهم، و چرا پن میدین قومی که دیگه اینا گمراه شدن، این از این که فایده نداره، فلانی رو ما انقدر گفتیم فایده نداره. آیا این میتونه یک دلیل باشه، یک بهانه باشه که ما چون فلانی گوش نمیکنه، چون چند باری گفته شده انسان ترک بکنه امر معروف و نهی از منکر رو به این بهانه که خب گوش نمیده طرف و فایده نداره؟ اینا رو ما امتحان کردیم چند بار ولی به نتیجه نرسید. شما ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، اسوة حسنه. پیامبر وقتی که در تمام راستاهای حسنه برای ما اسوه باشند، وقتی نگاه کنیم که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه وقتی دعوت کردن، فقط دعوت بود. 13 سال. به طی این 13 سال مورد اتهام زبانی، مثلا ساحر گفتن، کاهن گفتن، حتی مورد ضرب و شتم قرار دادن، حتی دیوانه گفتن، همه این حرف ها رو گفتن. آیا روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دعوت خود لحظه دست کشیدن که نتیجه نمیده؟ حتی شما ببینیم درس مسئله جریان رفتن رسول معظم اسلام در طائف، اهل طائف سنگ برمیدارن، به سر و صورت و دست و پای رسول معظم اسلام میزنن که پاهای مبارک چنان خونالود میشه که کفشنا، گوشت پاینا با کفشنا با هم وصل میشه، کفش ها پر از خون میشه، میاین زیر سایه درختی می نشینن. لحظه ای که هر انسانی سفر رسول الله در طائف بخوانه سنگ ها به گریه در میآیه. در او لحظه فرشته میآیه که ای محمد در خدمتتم، دستور بدی که تا این کوهایی که در طائف در وسط خود داره اینها رو به هم بزنم و بالاخره اثری از طائف نمانه. رسول معظم اسلام در اون لحظه نگفتن که ها این نتیجه نداره، فایده نداره، این مردم باید هم از بین برن. نه، گفتن ای الله اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای قوم رو هدایت کن اینها نمیدانن و از نسل از اینا تو کسی رو بیاور که اینها الله گویان در دنیا زندگی کنن و تو رو به یگانگی بشناسن. و چنین هم شد. خدماتی که مردم طائف در اسلام کردن و اهل طائف در اسلام کردن بعدها واقعا قابل قدر و تقدیر و اینهای. بناهن هر دایر که نگاه کنیم، از سیدنا ابوبکر صدیق گرفته و بالاخره از صحابه که سیدنا عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی و سایر صحابه، حتی از داعیان بزرگ صدر اسلام و تا به امروز. اما این حرفی که ما به فلانی گفتم،
و او شاید حرف ما نشنیده و قبول نکرده، شاید او اسلوب دعوت بلد نبوده و شاید بالاخره اسلوب دعوت را ندانسته و بالاخره اگر اسلوب دعوت را هم دانست و طرف حرف را نشنید، مگر 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم به گوش ابو جهل و ابو لهب و اینها نخواندن، بیان نکردن؟ پس هدف اینه که اقامت الحجه و اداء الامانه. یعنی میفهمید که ما نباید این حتما لازمه امر معروف و نهی از منکر این نیست که ما نتیجه بگیریم، یعنی طرف دست بردار از اون منکر یا اینکه اون معروفی رو که ما دعوت کردیم انجام بده. مهم اینه که ما وظیفمون رو به عنوان یک مسلمان باید انجام بدیم، ولو اینکه اون دست بر نداره و ولو اینکه اون این کار رو نکنه، باز هم باید این وظیفه تعطیل نشه. وظیفه و مسئولیت که باید ما تا به لحظه‌ای که در دنیا هستیم و در توان ما هست، چون وظیفه انبیا علیهم الصلاة و السلام، انبیا علیهم الصلاة و السلام هیچ یک دست از دعوت نکشیدن. حتی نمونه‌ای که از انبیا علیهم الصلاة و السلام وقتی ما بیان میکنیم، قرآن هم برای ما اشاره میکنه، دعوت حضرت نوح علیه الصلاة و السلام. امروز ما سن ما در دنیا که میبینیم 50 60 یا 70 انتهای 100 ساله. از این 100 سالم 100 سال 15 سال که انسان در طفولیت و نوجوانی قرار داره. از سن 50 سالم 60 سال بالاتر میره، باز هم در ضعف و سستی قرار میگیره. مجموعاً میمونه 10-15 سال یا 20 سال دیگه میمانه. قرآن به صراحت بیان میکنه که نوح 950 سال قوم را دعوت کرد. حالا اینکه چند سال طفل بود و چند ساله بود به پیامبری مبعوث شد و بالاخره در این قسمت داشته حضرت نوح. این شما ببینیم و حتی در بعضی اقوال میاره که سیدنا حضرت نوح علیه السلام بارها شده که حضرت جبرئیل اونها را از زیر سنگ ها میکشه بیرون میاره، یعنی اقوام اونها را سنگباران میکنن و تعداد زیاد هم ایمان نیاوردن و ما آمن معه الا قلیل. قرآن میفرماید بسیار اندک، بسیار اندک. حالا شما ببینیم اگر 950 سال مثلا اگر حضرت نوح میگفت یا الله سال یکی هم به من ایمان می آورد، 950 نفر میشد، دیگه کم نمیشد. یعنی سال یک نفر اگر ایمان، باز هم حضرت نوح به دنبال نتیجه نمیگرد، ناامید نمیشد. شب و روز هم دعوت میداد، شب و روز در دعوت، لیلا و نهارا. در این قسمت این بسیار مهمه که یک داعی و دعوتگر اگر میخوای خسته بشه، یاد خود از حضرت نوح علیه السلام بیاره که شب و روز دعوت میداد، یک لحظه و یک لمحه غفلت نکرد، تعداد اندکی برای از او ایمان آوردن و پیرو از او شدن و بالاخره الله سبحانه و تعالی از حضرت نوح راضیه، حتی زن بچه‌ش هم قبول نکرد. پس بناهن این هدف اصلی اینه که اتمام حجت بشه، اقامه حجت بشه، یعنی شخص در روز قیامت و در حشر استاد نشه که یا الله من نمیفهمیدم، یا الله نمیدانستم، یا الله بالاخره فوراً کسی که امر معروف و نهی از منکر کرده او حاضر میکنن که این بدرای تو نگفت، گفت ادای مسئولیت ای کرد و تو که شنیدی و عمل نکردی تقصیر از آن خودت است. مسئله دیگر یا یکی از اهداف امر معروف و نهی از منکر، مسئله بیرون کردن مردم که قرآن عظیم شان بیان میکنه کتاب انزلناه الیک، این کتاب که به تو نازل شده ای پیامبر، به چی واسطه نازل شده؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. مردم ها در تاریکی هستند. منکر تاریکیه. منکر یعنی سردرگم، یک چیز یعنی که هیچ راه در از اون نیه، ولی فطرت شناخته شده نیست. بله بله. وقتی که ما میگیم منکر، تعبیر قرآن او رو به ظلمات میکنه. انسانی که دوچار منکر هست یعنی چی؟ یعنی دوچار معاصی هست، دوچار گناه هست، دوچار زشتی و لغزشی و بالاخره معصیت و این هاست. قرآن عظیم شان وظیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که به عنوان یک پیامبر و به عنوان که قرآن میفرماید که یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، ای پیامبر خدا میگه تو به عنوان یک داعی، این وظیفه چیه؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا انسان ها که در تاریکی اند، در منکراتن، اینا رو بکشی، اینا رو امر کنی به معروف، به کارهای شایسته.
اینها را از فسق و فجور و بدبختی و شرک و خرافات و بالاخره همه بدبختی ها دست اینها را بگیری، بالاخره بکشانی به طرف نور. به طرف نور چیه؟ یعنی کارهای شایسته، کارهای پسندیده، به کارهای با ارزش و کارهای زیبا. یعنی بی نماز راهنمایی کنی که نماز خوان بشه، انسان که به غیبت و تهمت و بهتان و اینها را بکشانی از این منجلاب بیاری که انسان راستگو و امانتدار و بالاخره انسان صادقی باشه. و همچنین انسان یک زن بدحجاب و بی‌حجاب و بالاخره اینها را بفهمانی و راهنمایی کنی که در نفع دین و دنیای شما نیه، بیاین با حجاب و اینها بشن. اینه که اخراج الناس من الظلمات الى النور و ارشادهم الى الحق که بزرگا میفرمایند ارتباط به اوصاف، ارتباط به هدف امر معروف و نهی از منکر، که تعبیر این عبارت اخراج الناس من الظلمات الى النور و ارشادهم الى الحق آیه بیان میکنه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، که این واقعا بزرگترین هدف امر معروف و نهی از منکر همینه. ما چرا امر معروف میگیم؟ یک شخص که امر معروف میکنه اگه به خاطر شهرت خودش باشه که در حقیقت در خود زیان کرده، باید خود را بره امر معروف کنه و خود را نهی از منکر کنه. خود از دوچار یک منکر هست که بره به خاطر شهرت این کار رو بکنه. نه، هدف اینه که طرف میبینه که دوچار معصیته، گناهیه، دوچار بالاخره در شرک، در خرافات، در نفاق، در بدبختیه، او دست از او بگیره. وقتی که بیان میکنه مسائل امر معروف و نهی از منکر، هدف اصلی و اساسی باشه که از ظلمات و بدبختی ها و اینها کشانده بشه، بیای به طرف نور. نور چیه؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نوره. دهم که من یک دیگه از اهداف بیان میکنم اگرچه اهداف زیاده، اینه که هدف امر معروف و نهی از منکر برچیده شدن فساد از روی زمین. اگر در روی زمین ما بخوایم که فساد باشه، به تعبیری که در هفته گذشته بیان کردیم، حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مثال بیان میکنن که مسئله کشتی بود که اگر اشخاصی در طبقه بالا باشن و طبقه پایین باشن، اشخاصی که در طبقه پایینن بگن که ما از اینجا یک سوراخ میکنیم، آب بر میداریم، ما با طبقه بالا چی کار داریم، و بالاخره اونها کاری دارن ما کاری داریم، اونها جایی دارن ما جایی. نه خیر، در اون لحظه همه وقتی که ببینن که یک شخص بخواد کشتی سوراخ بکنه، همه دست از اون میگیرن، چون اگر کشتی او سوراخ کرد سبب هلاکت همه میشه، سبب هلاکت همه. یکی از اهداف بزرگ امر معروف و نهی از منکر اینه که برچیده شدن فساد از روی زمین، چون در روی زمین اگر مفسدین غالب شدن، شما ببینید قیامت چی وقت برپا میشه. قیامت زمانی، چون قیامت قهر و غضب پروردگاره. فاذا جاءت الصاخه فاذا جاءت الطامه فاذا جاءت الطامه الكبرى فاذا جاءت الصاخه، صاخه گفته شده، طامه گفته، روز دلخراش، روز تکان دهنده. روز قیامت بر سر کدام اشخاص برپا میشه؟ میگه اونهایی که شرار الخلقی، بدترین مردمان. حتی در روی زمین دیگه تک فردی پیدا نمیشه که الله الله بگه. وقتی که بدترین انسان ها شدن، عذاب می آیه. پس مقدمات عذاب چی آماده میکنه؟ که مفسدین غالب بشن در روی زمین. امر به معروف و نهی از منکر چه کار میکنه؟ انسانان مفسد مصلح میکنه، انسانهای فاسق عابد میکنه، انسانهای بدبخت و شقیر میایه خوشبخت و سعادتمند میگردانه. پس این امر معروف مقابل چی قرار میگیره؟ و مقابل یعنی سفر میشه بین بندگان الله سبحانه و تعالی و عذاب الهی. پس هدف دیگری از اهداف امر معروف برچیده شدن فساد از روی زمین. در روایات هم داریم که رسول معظم اسلام میفرمایند که اگر امر معروف در هر جامعه ترک بشه، او جامعه انتظار عذاب را داشته باشه. خب وقتی آیه قرآن در برنامه گذشته اشاره کردیم که لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود و عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقتی که بنی اسرائیل مورد لعن و نفرین پروردگار قرار گرفتن. لعن یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت پروردگار. دور از رحمت پروردگار یعنی چی؟ وقتی رحمت دور شد، غضب میآیه، حاکم میشه. وقتی غضب پروردگار عالم آمد، به سبب چی؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اینها که نافرمانی الله سبحانه و تعالی کردن، به این واسطه که پیام الهی نرساندن، ادای مسئولیت نکردن. لا يتناهون عن منکر فعلوا. پس بناهن یکی از اهداف دیگر
امر معروف و نهی از منکر برچیده شدن فساد از روی زمینه که الله سبحانه تعالی بر همه ما توفیق بده که ما این اهداف را بفهمیم و بدانیم و این اهداف را سرلوحه زندگی خود قرار بدیم که امر معروف و نهی از منکر ما را در حقیقت به سرمنزل مقصود میرسانه. خیلی ممنونم. جناب دکتر، حضرت مولانا به اهداف امر معروف و نهی از منکر اشاره فرمودن. من دوست دارم که درباره نقطه مقابلش هم صحبت بکنیم قبل از اینکه به بحث بعدی برسیم، بحث صفات داعی و به هر حال اولویت‌های دعوت و اسلوب و روش‌های دعوت که اون بحث‌های بسیار مفصلی است که باید به تفصیل درباره اون صحبت بکنیم. عواقب ترک امر معروف و نهی از منکر برای جامعه اسلامی چی هست؟ خیلی وقتها این مسئله مطرح میشه که خب حالا اگر این انجام نشد هم نشد دیگه، زیاد مهم نیست، ماشاءالله جامعه هم مسلمانن، همه نماز خوندنشون رو بلدن، همه دست چپ و راستشون رو تشخیص میدن، خودشون میدونن خوب چیه بد چیه، حالا نیازی نیست که حتما ما بیایم و به هر حال بریم دخالت بکنیم تو زندگی خصوصی فردی و یا اجتماعی دیگران و بخوایم امر معروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم. چه عواقبی رو در پی خواهد داشت ترک امر معروف و نهی از منکر؟ بله، وقتی که ما بگیم که به من چه، امر به معروف و نهی از منکر کار من نیست، چه اتفاقی میفته؟ در خود من نوعی وقتی که من از این واجب و این فریضه درس کشیدم، یعنی اینی که یه خلل ایمانی بزرگی در قلب من هست، یعنی اینی که من مشکل دارم، هنوز مسائل ایمانی برای من پخته نشده، هنوز من راهمو از شام تشخیص ندادم، دینمو درست نشناختم. در جامعه چه اتفاقی به وجود میاد؟ با شانه خالی کردن فرد از مسئولیت، وقتی که من از مسئولیت شانه خالی کردم، ضعف ایمانی پیدا کردم، اون وقت در جامعه چه اتفاقی میاد؟ اتفاقی که در جامعه میفته اینه که بر به اصطلاح فساد زیاد میشه، بی‌بندوباری گسترش پیدا میکنه. وقتی که من میام یک منکری رو میبینم، یک کار زشتی رو میبینم یا حداقل کار دیگه میکنم، تنها این نیست که مثلا فردی کار زشتی رو ببینه و سکوت کنه، احیانا ما با بعضی از تصرفات خودمون منکر رو گسترش میدیم. اون چطوری؟ وقتی که مثلا یه آدم لاابالی میاد پیش من، یه آدم بی‌نمازی، یه آدم بد اخلاقی، یه آدم رباخاری، یه آدمی که به یک منکر و یک زشتی مشهور هست و من بلند میشم یک استقبال بسیار بسیار گرمی میکنم. یا فردی هست که آدم مشکل داری هست، آدم بد اخلاقی هست، چاپلوس و نمیدونم منافق صفتی هست، من میام ازش تعریف میکنم در بین بچه هام، در بین شاگردام، در یک مجلسی میگم آی فلانی چه آدم خوبی هست، فلانی هست، علان هست. وقتی من این کارو میکنم یعنی چی؟ یعنی من دارم مهر تایید میزنم بر اون صفتهای زشت و اون منکراتی که این آقا داره. یعنی من دارم به بچم، به دانشجوم، به جامعه میگم که آی جامعه، یک فرد میتونه به اصطلاح خیلی آدم خوبی باشه در حالی که رباخوار هم هست، در حالی که دزدی میکنه، در حالی که خون جامعه رو میمکه، در حالی که از خداش غافل هست. پس من به این صورت به اصطلاح دیگران رو تشویق میکنم که آقا تو میتونی رباخوار هم باشی و بهت بگن آدم خوب، تو میتونی آدم بد اخلاقی باشی بازم به مردم بهت بگن آدم خوب، در مجالس تعریفت کنن. به این صورت ما میاییم لانه های فساد و باطل رو در جامعه رشد میدیم. وقتی یه بدی رو میبینیم در کسی و سکوت میکنیم بنا به دلایلی، برادر زادم هست، خب اگه من چیزی بگم ناراحت میشه، بچه بزرگم هست اگه چیزی بگم دلخور میشه، بذار هر طوری دلش میخواد بپوشه، بذار هر حرکتی که دلش میخواد بکنه. اگه من جلوی مثلا دختر فلانی رو گرفتم با این کارش، با این تصرفش، با این به اصطلاح تصرف زشتش زنندهش، خب شاید پدرش ناراحت بشه، شاید از من دلخور بشه، شاید. خب این شایدها باعث شد که من با سکوتم مهر تایید بزنم. وقتی که بچه میبینه که بله من پیش فلانی این کارو کردم هیچی نگفت، این پوشش رو داشتم هیچ تعلیقی هیچ حرفی نزد،
این کار از من دید و هیچی نگفت، پس این کار خوبی هست، چندان کار زننده ای نیست. خب اگر می بود حتما جلوم رو میگرفت، حتما یه چیزی میگفت. پس این سکوت خودش خیلی وقتا یک نوع مهر تاییدی هست و یک نوع گناه هست که انسان نابینا رو ببینه و چاه و گر خاموش بنشینی گناه هست. یه مورد دیگه هم اینه که این خب با مرور زمان سبب چی میشه؟ سبب این میشه که تار و پود جامعه از هم بپاشه، تا جامعه به سوی هلاکت بره. خداوند متعال میفرماید و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون. هرگز این اتفاق نمیفته که خداوند از روی ظلم و ستم یک روستای، یک مردم، یک ملتی رو از بین ببره، در حالی که اهل اون منطقه آدمهای اصلاح کننده هستند، آدمهایی هستند که در پی ساختن جامعه خودشون، در ساختن خودشون هستند. جالب اینجاست که این آیه میگه که و اهلها مصلحون و نمیگه اهلها صالحون. نمیگه که به اصطلاح خداوند هیچ ملتی رو که آدمای خوب باشند گناه به اصطلاح هلاک نمیکنه و از بین نمیبره. نه، آدمهایی که به سوی سازندگی و به سوی اصلاح دعوت میکنند، اما خودش اگر آدم صالح و نیکو باشه، در بعضی روایت ها میاد که وقتی خداوند متعال امر کرد فرشتگان رو که برید فلان قبیله، فلان قوم و تیره رو برید به اصطلاح هلاکشون کنید، گفتن که یا الله در فلان منطقه فلانی هم هست که خیلی آدم خوبی هست، آدم نیکوکاری هست، آدم با تقوایی هست و ندا رسید که آقا برید از اون شروع کنید، چرا که خودش خوب هست اما دیگران رو در فکر اصلاح دیگران نیست. و اهلها مصلحون، اهلی که منطقه می که به اصطلاح افرادش انسانهای اصلاحکار هستند. در آیت دیگه ای داریم که از سبب هلاکت بنی اسرائیل چی بود؟ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا. اونا وقتی که یک منکری، یک کار زشتی صورت میگیره، اونا ساکتن، هیچ حرفی نمیزنن، هیچ نهیشون نمیکنن. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو برای ما مشخص فرمودند که وقتی فرمودند که انما اهلک الذین من قبلکم انهم كانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه. در پیش از شما ملت‌هایی بودند که به هلاکت رسیدند، خداوند اونها رو نیست و نابود کرد. سببش چی بود؟ وقتی که یک آدم جاهدار، یک آدم نامدار، یک آدم ثروتمند از خانواده‌های مرفه جامعه دزدی می‌کرد، اونو می‌ذاشتن به کار خودش، به صلاح هیچ کاری باش نداشتن. و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد. و اما یک فرد افتاده‌ای، بیچاره‌ای، فقیری کار زشتی انجام داد، می‌بینیم که به صلاح اون رو حد اجرا میشه، اون رو تنبیه میکنند، اون رو به زندان میبرند. درست همون چیزی که در جوامع ما امروز میبینیم که طرف میاد مثلا وزیر هست، مثلا مشیر هست، رهبر هست، فلان هست، نصف ثروت مملکت رو بالا میکشه، میدزده، کسی صداش در نمیاد، حرفی هم نمیزنه. اما تو همین جامعه میبینیم یه آدم بیچاره‌ای لنگ کفشی از کسی دزدید و نمیدونم چیزی پشیزی به جیب زد، وا ویلا برا میندازن و همین تریبون نظام اون رو میگیره و تو زندان میندازه. افراد ضعیف رو بازخواست میکنند، افراد ثروتمند و قوی رو به جای خودشون میذارن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن انما اهلک الذین من قبلکم، اونایی که پیش از شما بودن به هلاکت رسانده شدن به این دلیل. اما در جامعه اسلامی نه. و ایم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها. این برنامه جامعه اسلامی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان قسم به خدا که اگه دخترم فاطمه بیاد و دزدی کنه و دسترازی کنه به مال مردم، من دستش رو قطع میکنم. در این جامعه دیگه قانون، همه در مقابل قانون یکسان هستند. اینه که امر به معروف و نهی از منکر یک نوع توازنی رو در جامعه به وجود میاره، یک نوع اصلاحی رو در جامعه به وجود میاره. اگر ما این رو ترک کردیم، همونطوری که به اصطلاح این واجب رو امروزه ترک کردیم، سبب نتیجهش چی شده؟ نتیجهش عقب ماندگی کشورهای ما، نتیجهش عقب ماندگی خود ما از نظر فرهنگی
فرهنگ اصیل اسلامی رومون رو نفهمیدیم، درکش نکردیم، هضمش نکردیم. اینجور شده که بیایم به اصطلاح فرهنگ‌های پوچ ملت‌های دیگه رو نشخوار می‌کنیم. عاداتمون، رفتارمون، پوششمون، حرکتمون، تصرفاتمون، گفتارمون، کردارمون شده به اصطلاح نشخوار ملت‌ها یا عادات و فرهنگ‌ها و دیانت‌هایی که یک دیانت‌های که خودشون افراد اون فرهنگ‌ها به تنگ اومدن، در پی راه حلی هستند. اون چیزی که پیش اونها الان خودش زیر سوال هست برای ما مایه فخر شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودمون رو نشناختیم، دینمون رو نشناختیم و با ترک امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی کردیم از مسئولیت بودن و رهبری جامعه و هویت و اساسمون رو و اون ویژگی که ما برای اون انتخاب شدیم و بر دیگران برتری داده شدیم اون رو گذاشتیم کنار و شدیم به اصطلاح در این رمه بشریت ما هم شدیم یک نقطه منفی. متاسفانه انشاءالله که الله متعال این توفیق رو به همه امت اسلامی بده تا دوباره این شعیره بزرگ الهی اونجوری که حقش هست و شایسته هست در امت اجرا بشه. امر معروف و نهی از منکر. نکات بسیار ظریفی رو حقیقتا میهمانان برنامه مطرح کردن. بینندگان عزیز، از آیات کلام الله مجید درباره امر معروف و نهی از منکر، اینکه الله متعال وقتی که بخواد یک قومی رو هلاک بکنه، در اون قوم کسانی که صالح هستن احتمال هلاکتشون هست اگر مصلح نباشن. نکته که جناب دکتر اشاره فرمودن در آیه شریفه و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون، وقتی که در یک جامعه عذاب الهی نازل میشه، بیمه شدگان فقط کسانی هستند که به امر معروف و نهی از منکر مشغولند. یعنی اگر در این جامعه وقتی که الله تعالی میخواد یک قومی رو هلاک بکنه، یک عذاب الهی میخواد بیاد، کسی به امر معروف و نهی از منکر مشغول هست، این بیمه شده از طرف الله تعالی. الله تعالی این شخص رو بیمه کرد. اما در نقطه مقابل گروهای دیگری هستن، یک گروه که اصلا کلا خب منکر انجام میدن، اونا که اصلا مبتلا هستن. این یک گروه انسانایی هستن که منکر انجام نمیدن، خودشون پاکن، خودشون خوبن، خودشون و به هر حال معروفشون هم انجام میدن، منکر هم انجام نمیدن، ترک کردن، اما امر به معروف و نهی از منکر ندارن، ساکت نشستن، کاری به کاری کسی دیگه ندارن. میگن موسی به دین خود، عیسی به دین خود. میگن آقا اونو تو قبر خودش میگذارن، منو تو قبر خودم میگذارن. اینا گروه دومن. یک گروه دیگری هستن، گروه سوم، کسانی هستن که تلاششون رو میکنن در حد توانشون امر معروف رو انجام بدن و از منکر دست بکشن و علاوه بر این که خودشون تلاش میکنن معروف رو انجام بدن و منکر رو ترک بکنن، امر معروف هم دارن، نهی از منکر هم دارن، یعنی دیگران رو هم تشویق میکنن. حالا وقتی که عذاب میاد، الله متعال در آیات 164 و 165 سوره مبارکه اعراف وقتی که درباره هلاکت برخی از بنی اسرائیل صحبت می‌فرماید، مخصوصا جریان کسانی که در روز شنبه آمدن و به هر حال گناه مرتکب شدن و دستور الله تعالی رو نادیده گرفتن، الله تعالی سه تقسیم میکنه. همین تقسیمی که ما کردیم، الله تعالی اینها رو سه تقسیم میکنه. یک کسایی که اینها منکر انجام میدادن، یک کسانی که ساکت بودن در برابر منکر و اما خودشون اهل منکر نبودن، گروه سومی که امر معروف و نهی از منکر داشتن. به تعبیر قرآن کریم ینهون عن السوء، اینها نهی از سوء میکردن که همون نهی از منکر هست و خب نهی از منکر همون امر به معروف خودش. الله متعال میفرماید وقتی که عذاب ما نازل شد، فقط کیا رو ما نجات دادیم؟ انجینا الذین ینهون عن السوء. از این سه گروه فقط یک گروه نجات پیدا کردن. اون کسانی که امر معروف میکردن و نهی از منکر نجات پیدا کردن، گناهکارا به طریق اول از بین رفتن، صالحینی که امر معروف و نهی از منکر نمیکردند هم رفتند در این عذاب و اونها هم از بین رفتن. اینو مد نظر ما باشه که اینکه فقط خودمون خوب باشیم و فقط اینکه خودمون به فکر خودمون باشیم، آقا دخالت نکن تو کار دیگران، نه، این گونه نیست. ما اگر بخوایم خودمون رو نجات بدیم باید امر معروف و نهی از منکر بکنیم.
عذاب وقتی بیاد واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. حالا منتها در آیه 25 انفال میفهمد وقتی که فتنه بیاد، عذاب بیاد، از اون عذابی بپرهیزید، از اون فتنه‌ای بپرهیزید که وقتی بیاد فقط ظالمین رو از بین نمیبره. ساکتین عن الحق هم کسانی که سکوت میکنن و شیوخ هم اشاره فرمودن میهمانان محترم برنامه به لعنت بنی اسرائیل بر لسان انبیا به خاطر ترک امر معروف و نهی از منکر. میان برنامه میبینیم به همراه شما عزیزان برمیگردیم ان شاءالله. همچنان ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با این موضوع امر معروف و نهی از منکر و نکات ظریفتری که در بحث امر معروف و نهی از منکر نهفته است. همچنان با ما باشید تا آخر برنامه. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. به دل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بن ما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. در میان برنامه با عزیزان کارشناس برنامه داشتیم صحبت میکردیم که تو همین برنامه میتونیم تمام کنیم بحث رو یا نه. حالا ببینیم بحث زیاد هست در این موضوع، بحث امر معروف و نهی از منکر و نکات ریزی که هست و شاید کمتر ما در این موضوع تا حالا پرداختیم به این موارد و اینکه
چگونه میتونیم این فریضه الهی رو با اون گونه‌ای که شایسته هست عملی بکنیم. ان شاء الله پیش میریم ببینیم حالا اگر تا آخر برنامه مباحث باقی موند به خاطر اهمیت موضوع ان شاء الله با رضایت کارشناسان محترم برنامه ان شاء الله در برنامه بعدی هم همین موضوع رو پیگیری خواهیم کرد با شما بینندگان عزیز. جناب مولانا، من دوست دارم که به خود اصل موضوع بپردازیم. حالا به هر حال درباره اهمیتش ما نزدیک 2 هفته در این 2 جلسه‌ای که ما داشتیم از کلام الله مجید گفتیم، از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم درباره اهمیتش، درباره اهدافش، درباره عواقب ترکش ما تا الان صحبت کردیم. اما یک سوالی که پیش میاد، ما خب من الان من مسلمان، من دعوتگر که واجب هست برای من، هر کسی که برای اون فرمودید که نماز واجب هست برای اون دعوت واجب هست. حالا من میخوام شروع بکنم به دعوت. چگونه باید دعوت بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ مسئله اوصاف داعی و یک دعوتگر، قبل از این که من به چند نمونه اشاره کنم، حالت داعی عین حالت طبیب هست، طبیب جسمی. داعی طبیب روحی هست که علما باشن و داعیا باشن، و طبیب جسمی همین دکتری که معروفه کسی مریض میشه و بالاخره به او مراجعه میکنه. وقتی ما میبینیم شخصی دچار امراض گوناگونی، اشخاص امراض گوناگونی دارن، مثلا یک شخص مبتلا به مرض قلبی هست، یک شخص مبتلا به مرض کلیه هست، یک شخص مبتلا به مرض شوش و بالاخره فکر و اعصاب و دست و پا و بالاخره مراجعه میکنه به طبیب. و طبیب چنین حالتی نداره که یک قسم نسخه پیش از او نوشته باشه و بالاخره هر کس که به او مراجعه میکنه یک دانه بده و بالاخره بگه برو اینو بگیر. نه، طبیب نگاه میکنه حالت از او. طبیب باشه اینطور نیست. اما خب بعضی طبیب هستن هر چی پیششون میره قرص سرماخوردگی استامینوفن با آدم میدن. او طبیب نیست در حقیقت. همون فرموده شما اینا ادعای طبابت. بله، ادعای طبابت. یعنی باید که امراض تشخیص بشه با نظر به مریضی شخص، برای از او دوا داده میشه و او استفاده میکنه و صحتمند هم میشه. این شکل داعی هم و دعوتگر هم نمیشه که همه بحث در یک زمان باشه، در یک مکان باشه و یک بحث باشه. بحث ها بحث مختلفه. یک شخص، شما ببینید بزرگترین داعی که به اصطلاح اسوه همه داعیان هست، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، از پیامبر اسلام کسی میاد پرسان میکنه یا رسول الله ای الاعمال افضل؟ ای الاعمال افضل؟ رسول معظم اسلام نگاه میکنه بهترین عبادت و بهترین اعمال کدام هست، چیست؟ رسول معظم اسلام نگاه میکنن میگن که الصلاة فی وقتها. میره شخص بعدی میایه، باز روز بعدی سوال میکنه یا رسول الله ای الاعمال افضل؟ رسول معظم اسلام نگاه میکنن بر الوالدین. روز بعد نیکی به پدر و مادر. روز بعد باز کسی میای پرسان میکنه یا رسول الله ای الاعمال افضل؟ میفرمایند الجهاد فی سبیل الله. شما ببینیم نکته در اینجاست، سوال یک سواله، اما داعی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم باشن جواب متفاوت میدن. سوال یک سوال، جواب دهنده یک نفره. بله جواب دهنده یک نفر، سوال یک سوال، اما جواب ها مختلفه. به خاطر چی؟ رسول معظم اسلام چون داعی بودن و از جانب الله سبحانه و تعالی به عنوان یک پیامبر مبعوث شده بودن، وقتی نگاه میکردن که شخص پرسان کرد کدام عمل به نزد الله سبحانه و تعالی با ارزش‌تره که انجام بده، میدیدن که این شخص به نماز مشکل نداره، به روزه مشکل نداره، به جهاد مشکل نداره، ولی در مقابل احترام به والدین کمی ضعیفه. نقصر در این راستا نوشتن بر الوالدین، اون چیزی که نیازه به اون شخص دیگر آمد همه نماز رو میخوان، نیکی به پدر و مادر میکرد، همه بالاخره در جهاد ضعیف بود، برای از اون میگن که جهاد. شخص دیگه بالاخره عین شکل همه قبول داشت و همه انجام میداد و همه، ولی در نماز کمی ضعیف بود، میگن که الصلاة بوقتها. پس بناهن داعی حالت از او باید حالت طبیب باشه، باید مخاطب شناس باشه، طرف رو ببینه.
یعنی اگر یک شخصی برای از اون مصیبت رسیده و بالاخره به اصطلاح امروزی سر فاتحه و جنازه و اینها او صدا میکنن که به تسلیت اینها بیا یک چند آیه بخوان که تسکین دل از اینها بشه یا ترجمه و تفسیر بکن که اینها کمی صابر باشن. خب او بیاید در اون لحظه شروع کنه پیرامون ازدواج و نکاح و در این قسمت ها واقعا با او برخورد میشه. و عین شکل اگر او بخوان سر محفل عروسی و بالاخره شادی و سرور بگن بیا از در این فرصتی چند آیه از قرآن ترجمه و تفسیر بکن، باز بیا شروع کنه در اون لحظه شادی و سرور از قبر و از سختی های حشر و از عذاب جهنم و سفر آخرت شروع کنه بالاخره در این قسمت. یعنی داعی و دعوتگر باید که مخاطب شناس باشه، مکان شناس باشه، من در چه موقعیت قرار دارم و در مقابل چگونه شخصی قرار دارم. یا مثلا در محفل و مجلس مردها اگرچه بی تاثیر کنیه بالاخره جوان ها نشستن که مار نصیحت کن، ادعایی دیگه شروع کنه بحث مسائل زنانگی و اینها رو برای از این جوان ها بگه. خب اگرچه برای از اینا هیچ ارتباطی نداره ولی باز هم در آینده ها برای از اونها یک فایده خواهد رسون که کدام بالاخره برای فامیل ها برسونن. و این شکل مثلا پیش خواهرها، مثلا پیش خواهرها بشینه سر صنف باشه یا بالاخره خواهرها رو دعوت داشته باشه، شروع کنه. فرصت خوبیه که برای خواهرها اگر مناسب شد دعوت داشته باشه، از او مسائل ضروری خواهرها مطرح کنه. ولی نقش زن میگن، نقش بله مادر بله میگن. اما این شروع کنه او لحظه شروع کنه در بخش فضائل لحیه و ریش. شاید چنین مولانا بخواد برات شوهراشون رو تشویق بکنن. در این راستا یک داعی و دعوتگر باید مخاطب شناس باشه، باید مکان شناس باشه و بالاخره در این راستا کلا دقت کنه. اما شما موضوعی رو اشاره کردیم که صفات داعی، پس یک صفت تمام یک شد صفت که مخاطب شناس باشه. میمونه مسئله اوصاف دیگر داعی اینه که علم داشته باشه. اگر یک شخص بخواد دعوت بکنه و علم نداشته باشه و بدون علم این چگونه میتونه دعوت کنه؟ خب جناب مولانا، حالا شما میفهمید که علم داشته باشه. خب خیلی از عزیزان یعنی محدوده علم چقدر است؟ در عرصه خیلی چون دعوت ببخشید میان کلمات من، خیلی از عزیزان میگن ما علم نداریم چون تخصصشو نداریم، مثلا شاید قرآن تفسیر بلد نیستیم یا در روحانی مشکل داریم یا از احادیث زیاد آشنایی نداریم، به همین خاطر دعوت نمیکنیم. یعنی چقدر باید علم داشته باشه هر کس؟ سوال بسیار مهم و جالب. وقتی که جامعه امروز بهانه همین شده ما علم در عرصه علم تخصص ما نیست. بله. تخصص ما نیست. مسئله دعوت تا تدریس فرق میکنه. چطور؟ تدریس اونه که در یک علم شخص تخصص داره، میره در یک حوزه در یک مدرسه سر صنف سر کلاس استاده میشه. اون دیگه ما دعوت نمیگیم، فلانی نمیگیم رفت سر کلاس دعوت بده، میگیم رفت سر صنف تدریس کنه. بله. مثلا وقتی که یک داعی و دعوتگر که میگیم رسول معظم اسلام راه باز گذاشتن، میگن بلغوا عنی ولو آیه. یک آیه، یک مسئله شرعی، یک مسئله فقهی، کسی که درست و صحیح میفهمه و میدانه این وظیفه و مسئولیت داره که به دیگران برسانه. یعنی هر چقدر که مطمئنه و خبر داره و رسیده بهش، در همون چارچوب در همون دامنه باید دعوت بکنه. رسول معظم اسلام این مسئولیت رو کجا دادن؟ در حجة الوداع. در حجة الوداع وقتی که بیش از 100,000 صحابه میگن که آنچه که شما شاهدین شنیدیم برای غایبین برسانیم. در اینجا مشخص نکردن که ابوبکر و عمر و عثمان و علی و چند صحابه دیگه شما متوجه شدیم آنچه که ما گفتم شما برسانیم. نه خیر، برای تمام مسائل. در شد کسایی هم هستن که اولین بار پیامبر اسلام دیدن. در اون صفوف خیلی کسانی بودن که خط خوانده و خط نوشته یاد نداشتن، فقط پیامی که میشنیدن از رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه و مسئولیت داشتن که درست و صحیح برسانن. فقط مهم چیزی که در عرصه دعوت هست درست رساندن هست، که ما درست پیام بگیریم از شخص، مثلا از یک انسانی که در راستای دین تخصص داره، در منبر صحبت داره و بالاخره در از برنامه‌های تلویزیونی ما وقتی میشنویم، وقتی که بالاخره احساس کردیم که ما یه حرف درست و صحیح و با دقت کامل گرفتیم، این برسانیم. پس علم
یک چیزیه که برای داعیا و برای کسانی که دعوت میکنن و چون وظیفه کل امت هست، وظیفه من رأى منکم منکرا. و در حقیقت این باید برای بیننده های تو واضح باشه که شاید اونها احساس کنن خب علم نباشه ما چگونه. پدر و مادر مثلا شوهر از خواب بیدار میشه صبح، وقتی همسر خور از خواب بیدار میکنه که وقت نماز صبح، این از جمله داعیا هست. خبر داره که الان وقت نماز صبح امر به معروف کرده. بله. اگه او چون خواب در وقت نماز یک منکره، این نهی کرده. خوابی که مانیس غذا فرزندار بیدار کرده، راهنمایی میکنه بالاخره به مکتب و مدرسه و در اینها. خود این شخص شد یک داعی، خود این شخص شد یک دعوتگر. پس بنابراین ما به زبان خود جمع نشسته این وقت نمازه، برادرها بخزیم بریم به مسجد به نماز وقت جماعته. آیا کار سختیه؟ آیا علم ای دیگه تخصص میخواه؟ نه خیلی تخصص نمیخواه. به همینه که قرآن عظیم الشان بعضی از انسانها قرآن عظیم الشان شکلی برای جامعه معرفی کردن که متوجه باشی که به قرآن نزدیک نشی. نمیفهمی. تو نمیفهمی، چون باید 14 علم تو یاد داشته باشی تا به قرآن بفهمی. او حرفی که 14 علم هم که میگن درسته. او برای یک کسی که 14 علم یاد میگیره بعد از داخل میشه به قرآن، خودی میشه یک مفسر. بله، برای کسی که دیگه تخصصی تفسیر میکنه. اما معنا و مفهوم قرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن آسان بسیار آسانه. چرا آسانه؟ قرآن عظیم الشان میگه نماز بخوانیم. خب این شخص نماز میخوانه، کار سختیه. زکات بدیم، قرآن عظیم الشان وقتی که میگه زکات بدیم، زکات دادن. میگه روزه بگیریم. در این عرصه بجای مولانا در همین به حال تایید صحبت فرمایش شما، زمانی که قرآن نازل شد بر امت عرب در اون زمانه، خب نه دانشگاهی داشتن نه تحصیلات آنچنانی داشتن، یک چوپانی شترچرانی هم میامد قرآن رو میشنید و میفهمید عمل میکرد بهش. و حمال فعلا هم یعنی ببینیم که اشخاصی که شاید هیچ معلوماتی نسبت به قرآن عظیم الشان نداشته باشن از لحاظ تفسیری و تخصصی، وقتی عمل به قرآن رو میبینیم برای از اونها چقدر پابند نماز هستن، چقدر روزه هستن، چقدر پابند احکامات اسلامی. پس علم برای یک انسان داعی و دعوتگر به همو اگر تخصصی علم داشت که نور علی نور، اگر تخصصی علم نداشت و به همو اندازه فهم و درکی که الله سبحانه و تعالی برای از او داده، او باید ایفای وظیفه کنه و او برسانه. هر چقدر دعوتش تخصصی تر میشه علمش هم باید بیشتر بشه. بله. نکته دوم که برای داعی خیلی مهمه مسئله عمله. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم نشه که یک انسان دیگران امر معروف و نهی از منکر داشته باشه و خود را فراموش کنه. و در حقیقت ای از جمله زشترین اعمال یهوده که اونها کسانی را امر معروف میکردن و نهی از منکر میکردن اما خود را فراموش کرده بودن و به سرحد رسیدن که الله سبحانه و تعالی اونها را تهدید میکنه. الله سبحانه و تعالی و بالاخره اونها به حالت معرفی میکنه که مثلهم که مثل کلب بیان شده، مثل حمار بیان شده. در این راستا اینها چه کار میکردن؟ کسانی بودن که علم را گرفته بودن، علم داشتن، عمل نداشتن. برای یک داعی و دعوتگر خیلی لازم و ضروریه که او عمل داشته باشه. به همینه که اقوالی از صحابه آمده که کسی طفل خور آورد، بعضی به محضر سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بیان میکنن و بعضی یکی از صحابه دیگر میگن که آمدن گفتن که این طفل ما شیرینی زیاد میخوره، شما یک دعای به حق قضی بکنیم و بالاخره برای ازی بگیم که شیرینی کمتر بخوره. گفتن که تو برو 3 روز بعد بیا. 3 روز بعد آمد، گفتن که یعنی 3 روز بعد شد. گفت بچه جان دیگه شیرینی نخوری، انشالله که دیگه نمیخوره زیاد شیرینی. سوال کرد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که نقل از اونها شده که امیرالمومنین خواهی امیر 3 روز قبلا شما میتونستیم بگیم، 3 روز معطل شدن. گفتن همون لحظه که قبل از اینکه تو وارد پیشمه بشی من خرما خورده بودم، هنوز لعاب دهنم شیرین بود و من چگونه بری از این میگفتم که تو باز شیرینی نخوری. یعنی این سرحد و بالاخره او اوج عمل به قول و به گفتار و به اینها هست. بنابراین هر کدام باید تلاش کرد که در این راستا و همین قضیه سر خود ما هم تکرار شد که خیلی جالب بود. یک روز من طرف نماز جمعه می رفتم، یکی از دوستا گفت که شما به امروز منبر بگیم که همین دوستایی که به نماز جمعه می آین غسل کنن، عطر استفاده کنن
و بالاخره به نماز جمعه بیاین تا یک دوست دیگه آزار و اذیت نشه و سنت هم هست. گفتم خیلی خوبه. رفتم مسجد و بالاخره یعنی من اکثر اوقات کوشش میکردم روزهای جمعه غسل کنم. همون جمعه غسل جمعه چون از یک محفلی بود می آمدیم و مستقیم من نماز جمعه رفتم، نگفتم هیچ. جمعه بعدی ایر بسیار مختصر اشاره کردم و بالاخره ارتباط پیرامون سنت بودن غسل در روز. تقدیری از نماز که بیرون شدیم همون برادر گفت مثل که هفته گذشته از فکر شما رفته بود. گفتم نه خیر، از فکر من نرفته بود، ولی خودم چون عمل نکرده بودم در این جمعه و چگونه ما کاری که عمل نکنه انسان و بیان بکنه شاید اغذر تأثیری بر شنونده ها و اینها نگذاره. پس بنان مسئله عمل خیلی مهمه. ما حتی برای فرزندان خود اگر بگیم که بابا وقتی برو به نماز، خود شخص نره به نماز، خب این فرزند چگونه درسی میگیره؟ اگر مادر خود از او حجاب کاملی نداشته باشه چگونه دختر خود میتونه به حجاب امر کنه؟ اگر به قول و گفتار پدر صدق و صداقت نباشه چگونه فرزند بارها و بارها هم که از زبان پدر بشنوه صدق و صداقت و اینها؟ حتی خیلی از اشخاص پول میدن که برو فرزندم برو از دکان سیگار بگیر و بارها اونا در خانه گفتن که سیگار ضرر داره و بالاخره دود ضرر داره و اضرار داره، ولی میبینیم همون فرزند که پدر دیده جنبه عملی رفته دوچار همون دود و سیگار و بالاخره مسائل بالاتر. پس در عرصه از صفات و اوصاف داعی اینه که علم داشته باشه و مو اندازه توان و همچنین عمل داشته باشه. بعد از علم و عمل که برای داعی خیلی مهمه مسئله اخلاصه. جناب مولانا اگر اجازه بدید من درباره عمل یک سوالیم دارم از جناب دکتر بپرسم، چون میدونم ما این موضوع رو بعد به برنامه بعد هم ادامه بدیم ان شاءالله. در باب عمل یک سوالی که جناب دکتر پیش میاد، جناب مولانا فرمودن که عمل لازم هست که انسان قبل از اینکه حرف بزنه با عمل خودش امر معروف بکنه و نهی از منکر بکنه و دعوت عملی داشته باشه. آیا در مواردی که ما خودمون شاید عامل نیستیم به اون چیزی که میخوایم بگیم، به هر حال یا منکری از خدای نکرده مبتلا هستیم یا معروفی رو هنوز انجام ندادیم، خیلی وقتها این شبهه پیش میاد که گفته میشه خب یا اعتراض میشه اصلا آقا تو خودت این کاری، پس چطور دیگران رو نه میکنی؟ یا خودمون احساس میکنیم که چون خودمون هنوز عامل نیستیم باید ترک بکنیم این رو. آیا این میتونه سببی باشه، توجیهی باشه برای اینکه ما امر معروف و نهی از منکر رو کاملا ترک بکنیم؟ گرچه حضرت مولانا اشاره فرمودن که وقتی که عمل باشه خب یقینا دعوت تأثیرش بیشتر هست. آیا اگه عمل نبود ما اصلا باید دعوت رو ترک بکنیم دیگه، اصلا دعوت امر معروف و نهی از منکر نداشته باشیم؟ بله، این نقطه بسیار مهمی هست که خیلی وقتا مطرح میشه و بعضی از دوستان هم به فرموده خداوند متعال در این باب اشاره میکنند که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو به خوبی ها دعوت میکنید و خودتون رو فراموش میکنید. ما وقتی که میایم نگاه میکنیم بله واقعا عمل کردن خب یه وظیفه بزرگی هست و یک واجب هست، اما در عین حال دعوت کردن و امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه و یک مسئولیت و یک واجب هست. ترک یک واجب به هیچ وجه، ترک یک مسئولیت دلیل این نمیشه که من یک مسئولیت دیگر رو هم ترک کنم. منی که در یک زمینه کوتاهی میکنم دیگه دلیلش این نمیشه که من در زمینه دیگه هم کوتاهی بکنم. اگر خودم انجام نمیدم و دیگران رو تشویق میکنم، در واقع همین تشویق یک بازتابی روی خود من خواهد گذاشت. تشویق دیگران، به اصطلاح امر دیگران به معروف، بازداشتن دیگران از منکر، من وقتی اونا رو به زبانم دارم نصیحت میکنم خودم در واقع این نصیحت رو از دو راه دیگه باز میگیرم. یکی اینه که با زبانم دارم این حرف خوب رو تکرار میکنم و یکی با گوشام دارم این حرف رو میشنوم. پس این بازتابش برمیگرده به خود من و من با مرور زمان خودم از خودم خجالت میکشم وقتی که به کسی میگم این کار رو نکنه خودم میکنم. در روز قیامت در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که مردم میان میبینن یه بنده خدایی تو جهنم افتاده، اونجا رودهاش افتاده،
و به تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجور دور خودش میچرخه، انگار مثل یک الاغی که دور یک آسیاب میچرخه. مردم بهش میگن که اوه این فلانی مگه نیست؟ فلانی که به ما اینطوری میگفت، ما رو نصیحت میکرد، حرفای خوب میگفت، صداش میزنه آقا تو مگه فلانی نیستی که ما رو به خوبیا دعوت میدادی، از بدیا باز میداشتی؟ میگه بله من خودش هستم. من شما رو میگفتم کارهای خوب بکنید، خودم نمیکردم. شما رو میگفتم کار بد نکنید، خودم میکردم. الان این به خاطر اینی که گفته کار خوب بکنید و گفته که کار بد نکنید، این بازخواست نمیشه. بازخواستش روی این است که چرا خودش نکرده. بازخواست روی این هست که این بنده خدا نهی و بازخواست و روی این هست که چرا کار بد کرده، چرا کار خوب نکرده. اما روی این مسئله دوم که به اصطلاح اون انجام داده، خوب اون مسئولیت انجام داده و اجرش هم رو گرفته، که مثلا چرا حرف خوب گفته، حرف خوب گفته، به خوبی دعوت کرده، از بدی باز داشته، این یک مسئولیتی بود که اون رو به نحو احسن انجام داده، اجر و پاداشش رو خواهد گرفت. نقطه بعدی که به اصطلاح خودش به اون عمل نکرده، اون یک قضیه کاملا جدا از این هست. یعنی خلاصه این که یک ترک یک مسئولیت، کوتاهی کردن در یک زمینه به هیچ وجه این باعث نمیشه که ما در زمینه دیگه هم کوتاهی کنیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. ما داریم به پایان برنامه میرسیم و همونجوری که به احساس میشد ما انشاءالله بعد برنامه بعدی رو هم به این موضوع اختصاص بدیم و بیشتر در این باب صحبت بکنیم درباره آداب و به هر حال صفات یک داعی موفق و اولویت‌ها و به هر حال اسالیب دعوی که استفاده میشه تا انشاءالله بتونیم همه ما با همدیگه در این مسیر یک قدم مفیدتری رو برداریم. در یک دقیقه صحبت پایانی شما رو در این برنامه با بینندگان عزیز میشنویم. در پایان برنامه از این که به من این فرصت رو دادید تا در خدمت بینندگان عزیز باشم و در مجلسی هم کلام با جناب حضرت مولانا انصاری و خود جناب استاد سلیمانی عزیز باشم، کمال تشکر رو دارم از همتون و التماس دعا از همه شما عزیزان. التماس دعا از شما داریم و همراهی شما باعث افتخار ما بوده و هست. جناب مولانا یکی دو دقیقه فکر کنم فرصت داریم که صحبت پایانی شما رو فعلا در این مجال بشنویم. در برنامه امروز ان شاءالله باز اینو قرارم هست شما بگیرم که در برنامه بعدی هم ان شاءالله ما رو افتخار بدید که ان شاءالله صحبت‌های شما و تجارب شما در میدان عملی که بیشتر به صفات داعی اینا رسیدیم ان شاءالله استفاده کنیم. سلامت باشین. من هم از شما و از جناب دکتر استاد بزرگوار و از همه بینندگان عزیز و گرامی تشکری میکنم. الله سبحانه و تعالی ما را یک داعی با عمل و با اخلاص بگردانه. موفق باشیم. همه شما رو خداوند کریم و رحیم میسپارم. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیزم. تشکر میکنم از اینکه به هر حال برنامه خودتون رو تا این لحظه همراهی کردید. فراموش نکنیم که دعوت وظیفه تنها کسانی که جلوی دوربین نشستن اینجا نیست و یا تنها کسانی که روی منابر میرن میشینن وظیفه اونها تنها نیست، یا کسانی که به هر حال به علوم دینی منتسب هستن وظیفه اونها نیست. همون گونه‌ای که نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و بقیه عبادت ها تنها وظیفه این عده نیست، وظیفه تک یکایک تک تک و یکایک قاطی شد تکاتک یک امت اسلامی است و همه عزیزان باید این مهم رو انجام بدن و ما انشاءالله در این که چگونه باید دعوت بدیم و چه اولویت های مد نظر ما باشه و چگونه میتونیم یک به هر حال مهره مفیدتر باشیم در مجال دعوت. انشاءالله اگر عمری باقی بود و انشاءالله این توفیق نصیب شد تا برنامه بعدم در خدمت شما عزیزان باشیم، با شما در این باب بیشتر صحبت خواهیم کرد. فقط مخاطب شناسی و علم و عمل رو از صفات داعی به خاطر داشته باشید. در پایان از الله متعال خواستاریم تا تمامی پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، دوستان، آشنایان، اقربا، خویشاوندان و همه گذشتگان موحد امت ما رو مورد رحمت و مغفرت و بخشش خودش قرار بده. خدا یار و نگهدارش.